هنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر کجا که هستین و هر جا که تصویر و صدای ما رو دارید در هر گوشه از این گیتی پهناور هر لحظه شما زیباتر از لحظات گذشته و هر روز شما زیباتر از روزهای قبل در عبادت الله متعال سپری بشه. و یکی دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و پاسخگویی به سوالات مطرح شده از سمت شما عزیزان از طریق SMS، ایمیل و یا از طریق تماس‌های تلفنی به صورت زنده در برنامه‌ای که پیش رو داریم در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان و خوبان. من در ابتدای برنامه عرض ادب دارم و سلام و احترام از طرف خودم و به نمایندگی از شما عزیزان خدمت حضرت مولانا. خوش آمدید. من در خدمت جناب علی عرض ادب و سلام دارم و همچنین تمامی بینندگان عزیز و ارجمند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و ورود شما رو هم به این برنامه من خوش آمدید عرض میکنم. باعث افتخار بنده است. من کمتر فرصت شده بود تا در این برنامه خدمت حضرت مولانا باشیم و الحمدلله که این افتخار نصیب شد. حضرت مولانا اگر اجازه بدید به خاطر استفاده بهتر از وقت و حجم زیاد سوال‌های بینندگان مستقیم بریم سراغ پاسخ به سوالات. بیننده فرمودن سلام علیکم. السلام. پدر من چند سال مریض بود و نمیتوانست روزه بگیره، پول هم نداشت تا کفاره بده. ایشان الان فوت کرده و پسرانش کفاره روزه‌شو ندادن. آیا این کار گناه هست یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد کسی که بیمار هست و به خاطر بیماری نمیتواند که روزه فرض ماه مبارک رمضان رو بگیرد، در مرحله اول حکمش این است که هر وقتی که سالم شدند، مریضیشون برطرف شد، بعد از ماه مبارک رمضان خودشون روزه بگیرند. و اگر توانایی روزه را نداشتند باید فدیه بدند به تعداد روزه هایی که ایشون روزه نگرفتند. این فدیه عبارتش چی هست؟ به یک مسکین در واقع غذا بدن، در مقابل هر روزی به یک مسکین یک وعده غذا بدن. و منتها در صورتی که این بیماریش در ماه مبارک رمضان شروع شده یا یک بیماری مزمن و مستدامی رو داشته، بگونه ای که در خود ماه مبارک رمضان هم نمیتونست روزه بگیره و بعد از ماه مبارک رمضان همچنان بیماریش در واقع ادامه داشته و در اون بیماری وفات کرده یا چند روزی بهتر شده اما باز هم موقعیت روزه گرفتن یا شرایط روزه گرفتن رو به خاطر ضعف جسمانی نداشته، بر چنین فردی نه قضا لازم هست و نه کفاره و فدیه چیزی برایشون لازم نیست. اگر ایشون در همون بیماری که داشتن در ماه مبارک رمضان این بیماریش ادامه پیدا کردند، در ماه مبارک رمضان یا بعد از رمضان بلا فاصله فوت کردند، پس بنابراین هیچ چیزی بر گردن ورثه ایشون باقی نمونده، نه روزه گرفتن و نه اینکه فدیه دادن. اما اگر فرصت داشته که روزه بگیرد اما خودش روزه نگرفته، به تأخیر انداخته، در این زمینه باید وارثانش روزه بگیرند به جاش. اجازه هست بنابر روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که من مات و علیه صیام صام عنه ولیو، کسی که یک از فرزندانش به جاش روزه بگیرند و یا این که اگر که نمیتوانند روزه بگیرند به جاش فدیه بدهند. همون مقدار هر روز همون مقدار در مقابل هر روزی که روزه نگرفتند از سرمایه خودش داشته، از ترکه‌ای که خودش داشته، این باید به جایش فدیه بدن. اما من گونه عرض کردن اگر در صورتی که بیماریش ادامه داشته و در اون بیماری فوت کرده، نه قضایی لازم هست و نه فدیه و کفاره. اما اگر کسی مریض بوده در رمضان و بعد از رمضان فرصت داره که قضاییشو به جا میاره، اما اگر فرصت نداره، مثلا مریضی امتداد پیدا کرد، حالا شما فرمودید اگر فوت کرد هیچی برش نیست، اما اگر
فوت نکرده، شخص زنده است ولی خب مریضی هنوز علاج پیدا نکرده، این حالتش چی است؟ کهنسال هست و هنوز مریضی امتداد پیدا میکنه. اگر یعنی گونه‌ای هست که امیدوار هست که الله متعال شفاش میدهد، باید صبر بکند تا اینکه شفا پیدا بکند و بعد این قضای روزه رو بگیرد. و اگر پیرمردی هست و در رختها به پیری و بیماری افتاده و امید بهبودی نیست، از زمان ابتدا حکمش این است که فدیه بدهد، در مقابل هر روزی به یک مسکین غذا بدهد. اونی که زنده هم باشه، همونی که زنده باشه، زنده هست، بیمار هست، بیماریش ادامه داره، یا پیر هست، بیمار هم نیست، پیر هست بر اثر فرط ضعف و کهنسالی نمیتونه روزه بگیره، حکمش این است که به جاش فدیه بده. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری پرسیدن که سلام علیکم السلام، ما سنی هستیم، در خوزستان زندگی میکنیم، غذایی که در محرم درست میکنن برامون میارن حلال بخوریم یا برش گردونیم؟ حالا ایشون محرم رو ذکر کردن ولی در کل حالا خیلی از این خانواده هایی که ما در مجاورت به هر حال با خواهران برادران شیعه زندگی میکنن، این مسئله متداول است، خصوص در سرزمین هایی که اغلبیت شیعه هستن، در غذاهایی که به اسم نظری میارن، حالا اگر عام‌ترش کنیم در هر مناسبتی حکمش چی است خوردن؟ به صورت کلی یعنی غذاهایی که خصوصا به نام نظری، نمیدونم امام حسین یا کسی دیگر به نام امامان نظر می شود، این از دو حالت خالی نیست. حالت اولش این است که مستقیما به نام امام هست. به طور مثال اگر گوسفندی رو ذبح کردن به نام امام ذبح کردن، وقت سربریدنش نام فلان امام رو یا غیر امام رو، یک کسی غیر از الله متعال رو اسمش رو گرفتن، در این هیچ گونه شک و شبهه نیست و بالاتفاق حرام هست. بالاتفاق حیوانی که به نام غیر الله سربریده شده بالاتفاق حرام هست. اما در صورتی که این گونه نباشد، بالفرض حیوان رو به نام الله ذبح کردن و منتها این نظری رو در ماه محرم میدهند، در روز شهادت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه میدهند یا به نام یک کسی دیگری رو نظری میدهند، بازم به خاطر اینکه احیای یک بدعت هست، همدستی با یک نوع بدعت و خرافی هست که در دین اسلام هیچ گونه اصلی رو ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، مردود هست. به خاطر اینکه همسویی با این بدعت نباشه، مشارکتی برای احیای این بدعت نباشه، باز هم از خوردن چنین غذاهایی ولو به صرف مشکوکیت باشه باید انسان اجتناب بکنه و خوردنش جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری پرسیدن آیا نماز با چادر کوچک صحیح میشه یا چادر باید بزرگ باشه و دست و پا معلوم نشه؟ حالا منظورشون از این چادر کوچک نمیدونم، شاید روسری باشه یا چادر که زیاد. ولی اصل در کسی که یعنی نماز میخونه، خانم هایی که در وقت نماز خوندن هستند، کل بدنشون عورت هست. این یک اصله که تمام بدنشون باید پوشیده باشد به استثنای کف دست و صورت، که این دو قسمت اگر که یعنی پوشیده نباشه هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد. حتی در صورت اولاتر و بهترین اصلا پوشیده نباشد. اگر واقعا زن در جای نماز میخوند که نامحرمی وجود ندارند، نباید که صورت را بپوشاند. و به صورت عمومی اگر زنی نماز خوند و صورتش و دستش برهنه بود، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و نمازش کاملا درست است. تفاوتی نداره که لباسی رو که پوشیده، لباس به اصطلاح یک چادر خیلی بلند پوشیده باشه یا یک روسری پوشیده که بدنش رو در واقع پوشانده و لباس دیگری داره در کنار این روسری که ولی اینکه چادر بلندی نباشه، اشکال نداره، نمازشون درست است. و شاید موردی که این بیننده سوال کرده این است که بعضی از زنها وقتی که نماز میخونند پشت پایشون دیده میشه و به خاطر گفتند که اگر که چادر بلند نباشد آیا نمازش درست است یا درست نیست. نزد جمهور اهل سنت و الجماعت و فقهای اهل سنت و الجماعت یعنی پوشاندن پشت پا لازم نیست. یعنی منظور از پشت پا از قوزک به پایین هست؟ از قوزک به پایین و یعنی کف پا زیر پا، نه پشت پا در واقع قسمتی که معمولا کفشون رو میپوشاند. و این قسمت اگر که اولاتر و بهتر این است که باید پوشیده بشود، بنابر روایتی که در این زمینه از حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها نقل شده که از ایشون سوال شد که آیا زن میتواند که در یک چادر خمار نماز بخواند؟ ایشون گفتند که بله، اذا کان الخمار ساترا یغطی ظهور قدمه، اگر چادر به اندازه‌ای هست که پشت پا را میپوشاند، یعنی کل بدن را میپوشاند، اشکالی نداره، میتونه تنها در یک تکه پارچه نماز بخونه که همین
به اصطلاح چادر باشه. اما بنابر قول جمهور عرض کردم که این واجب هست، باید پوشیده بشه، گرچه که برخی از علما مانند علمای احناف هم گفتند که جز واجبات نیست، یعنی دلیلی برای پوشیدنش که واجب باشه، و خصوصا این حدیث که بسیاری از علما در موردش یعنی گفتند که ضعیف هست. اما اولاتر و بهتر این است که پوشیده بشود، یعنی بر رأی جمهور عمل بکنند، این اولاتر و بهتر هست. در وقت نماز خوندن یا چادر بلندی باشه که کل بدن را و من جمله پا را بپوشاند، یا اینکه جورابی را در هنگام نماز خوندن به پا بکنند، این اولاتر و بهتر هست. اما اگر پوشیدم نشد نمازشون صحیح است. بنابر رأیی که گفتند که مثلا واجب نیست، نمازشون صحیح است. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری پرسیدن آیا شرابخوار میتواند نماز بخواند؟ بله قطعا شرابخوار میتواند نماز بخواند و باید هم نماز بخواند، و چون که به این دلیل که شراب خورده، این دلیلی برای ترک نماز در واقع نیست، حتما باید نماز بخواند و نماز همچنان برگردن فرد شرابخوار واجب هست و کسی از علما نگفته که شرابخوار اجازه ندارد که نماز بخواند یا اینکه نباید نماز بخواند، چون این حکمی در شریعت اسلامی نیست. در این زمینه روایت اومده از حضرت عبدالله ابن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنهما در صحیح ابن ماجه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من شرب الخمر و سکر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. کسی که شراب خورد و مست شد تا 40 شبانه روز نمازش قبول نمی شود. اما این قبول شدن نماز به این معنی نیست که نباید نماز بخواند. یعنی نماز ازش ساقط نمیشه. نماز ازش ساقط نمی شود، باید نماز بخواند، اما با عنوان یک عقوبت و یک مجازاتی الله متعال این نماز را در واقع برایش ثوابی مترتب نمی شود. از برکات این نماز محرومه. بله. امام نووی رحمت الله علیه اینو توضیح دادند که منظور از این که نمازش قبول نمی شود مانند این است که مثلا کسی نماز جمعه رفته و در هنگام نماز جمعه مثلا در هنگام خطبه مثلا صحبت کرده یا لغو کرده، من لغو فلا صلات له، که دچار لغو شده باشه، حرف بیهوده‌ای زده باشه، نمازش نیست. یا مثلا گفتند که کسی که همسایه مسجد هست نمازش جایز نیست در منزل مگر اینکه برای در مسجد نماز بخواند. تمام اینها به معنی این است که ثوابش رو در واقع حاصل نمی‌کند. کسی که شراب خورده باید نماز بخواند و وقتی که نماز بخواند فرض الهی از گردنش ساقط می‌شود، منتها به خاطر معصیتی که انجام داده الله متعال ثوابی رو و برکاتی رو بر این نماز در واقع مترتب نمی‌گرداند و اگر نماز رو ترک بکند، این ترک نماز یک گناهی بالاتر از شرابخواریش هست. ترک نمازش ولو اینکه فرض شرابخوار هست، اگر نماز رو ترک بکند گناهی فراتر از شرابخواری رو انجام داده. الله متعال همین شما نجات بده از این مصیبت. بیننده دیگری پرسیدن که شیعه معتقدی که انسان خیلی خوبی بوده، هم از نظر مردمی و فکری و خانوادگی و دست و دلبازی و هم از نظر نماز اول وقت واقعی، و در 27 سال پیش که همه مردم بی سواد بودن و کسی نبود که با آنها حق را بگوید وفات کرد، آیا به جهنم می رود یا نه؟ میدونم که خداوند در هم راهمین است، ولی میخواستم بدونم که مشرک از دنیا رفته یا کافر، چون کسی نبوده که بهش بگه به هر حال و توضیح بده بهش، و ما چیکار میتونیم براش انجام بدیم، چون خیلی دوستش داشتم و پدر بزرگم بود. در مورد کسانی که بر روی اعتقادات یعنی شرک آمیز از دنیا رفتند، اعتقادات کفر آمیز رو احیانا داشتند و از دنیا رفتند، الان این مسئله برمیگرده به این که آیا برای چنین افراد یعنی اتمام حجت شده یا خیر. ما میدونیم که جامعه ایران خصوصا قبل از این که این شبکه‌های توحیدی شروع به کار بکنند، کسی نبوده که صدای حق را و حقیقت و واقعیت را به ملت ایران برساند و صدای اهل سنت و صدای توحید در داخل ایران بسیار محدود بوده و در واقع به هیچ عنوان نمیگذاشتند که حتی به گوش خود اهل سنت برسد، چه برسد به جایی که بتونن شیعه را مخاطب قرار بدن. کسانی که بالفرض یک عقیده شرک‌آلودی رو داشتند یا اعمال شرک‌آلودی رو انجام میدادند، اما از روی نادانی بوده، از روی جهالتی بوده که آخوندهای شیعه اونو تحمیل کردند، از جامعه رنگ گرفته بوده، انشالله امیدواریم که اینها در روز قیامت معذور باشند. یعنی تا زمانی که اتمام حجت نشده باشه، حکمشون این است که الله متعال اونها رو معاف میکند، از اونها در میگذرد. اما بعد از این که اتمام حجت شد، حقیقت برایشون واضح و آشکار شد که این مواردی که شما انجام میدید بدعت هست، خرافات هست، شرک هست، انسان باید از اونها دست
بکشد، وگرنه اون گونه که الله متعال در قرآن کریم با صراحت فرمودند که الله متعال هر گناهی را میبخشد به استثنای گناه شرک را. اون کسی که دیده و دانسته شرکی را مرتکب میشود و شرکی را انجام میدهد، الله متعال گناه اون را نمیبخشد بدون توبه، ولی باز هم اگر توبه بکند الله متعال اون را میبخشد. اما اون کسی که کاری رو به نادانی انجام داده، نمیدانسته که شرک هست، کسی نبوده که بهش تذکر بدهد، انشالله که در مشیت الله متعال هست و الله متعال رو میبخشد و برای چنین افراد ما باید دعای رحمت و مغفرت بکنیم. بخش دوم سوالشون که ما چیکار میتونیم برای اونا بکنیم؟ همین که عرض کردم، یعنی میتونند که براشون دعا بکنند. یکی از مواردی هست که برای میت میرسه ثوابش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که وقتی که ابن آدم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، وقتی که انسان میمیرد اعمالش قطع میشوند، یعنی ثوابی در نام اعمالش ثبت نمیشوند مگر در 3 مورد. و یکی از این 3 مورد او ولد صالح یدعو له، این است که انسان فرزند صالح و نیکوکاری داشته باشه و برایش دعا بکنه. دعا کردن برای میت بهترین مورد هست و صدقه دادن برای میت جایز هست، حج رفتن و عمره رفتن برای میت جایز هست و مهمترینشون همون دعای خیر و دعای رحمت و مغفرت هست. جزاکم الله خیر. بیننده دیگه درباره حکم خودکشی پرسیدند، چه حکمی داره؟ به صورت کلی قتل نفس، چه خود انسان باشه یا غیر باشه، به صورت کلی حرام هست و انسان اجازه نداره که یک انسانی رو که حرمتی رو الله متعال برایش قائل شده، چه خودش رو یا فرد دیگر رو بکشد. و تنها مواردی رو که در واقع قتل انسان جایز هست، موارد خاصی است که در شریعت اسلامی تعریف شده. این است که کسی قتلی رو مرتکب شده باشه یا زنای محصنه رو انجام داده باشه یا ارتدادی باشه که در تمامی این موارد حکم قصاص و قتل فقط و فقط وابسته به دادگاه اسلامی هست و حکومت اسلامی میتواند که چنین قصاصی رو و حدی رو در واقع اجرا بکند. افراد چنین اجازه ای رو ندارند. و حتی این که انسان خودش رو بکشد، این هم یکی از گناهان کبیره هست. و در این زمینه روایتی هست از حضرت ثابت بن ضحاک رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری و مسلم آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من قتل نفسه بشیء فی الدنیا عذب به یوم القیامه. هر کسی که در دنیا خودش رو با یک ابزاری بکشد، در روز قیامت با همان ابزار الله متعال رو عذاب و شکنجه می‌کند. حتی در روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که متفق علیه هست به صورت مفصل اومده اگر کسی خودش رو از بالای کوهی بیاندازد یا اگر کسی به وسیله سمی خودش رو از بین ببرد یا به وسیله یک ابزار تیزی خودش رو از بین ببرد، در روز قیامت با همون ابزار در آتش جهنم خودش رو در واقع عذاب می‌دهد. و همچنین در روایت جابر بن سمره اومده در صحیح مسلم که یک فردی خودکشی کرده بود، با یک نیزه خودش را کشته بود. اومدند پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نماز جنازه، ایشون از خوندن نماز جنازه امتناع کردن، فرمودند خود شما برید برای این نماز جنازه بخونید. به صورت کلی خودکشی حرام هست، یکی از گناهان کبیره هست. وعید بسیار سخت و شدیدی در این مورد اومده که برای همیشه در آتش جهنم این در روز قیامت عذاب می‌بیند. منتها باز هم این به این معنی نیست که کسی که خودکشی کرده یعنی از رحمت الله متعال به صورت کلی محروم باشه. یعنی که ما بگیم که مستقیم رفت دوزخ خود دیگه نه، بیچ عنوان. عقیده اهل سنت و الجماعت این است که تمام کسانی که اهل توحید هستند، یعنی مسلمان هستند، کلمه گوی لا اله الا الله هستند، منتها گناهی رو انجام دادند، قتلی رو انجام دادند، خودکشی کردند، گناه دیگری رو انجام دادند، عقیده اهل سنت و الجماعت در تمامی این موارد این است که تمامی این گناهان به استثنای شرک بدون توبه در دایره مشیت الله متعال هستند. الله تعالی بخواد میبخشه. الله متعال بخواهد میبخشد و اگر بخواهد وعیدی رو که اعلام کرده وعید رو اجرا میکنه. این بستگی به در واقع اراده الله متعال داره. چه بسا اون کسی که خودکشی کرده اینقدر اعمال صالحی رو داشته که جبران بکند این موارد رو. پس بنابراین کسی رو که خودکشی کرده معنیش این نیست که جهنمی هست. معنیش این نیست که ما اجازه نداریم که برایش دعای رحمت بکنیم، بلکه برعکسش
انسان گناهکاری بوده، گناهی رو انجام داده، ما باید برایش دعای رحمت و مغفرت بکنیم و حتی نماز جنازه خوندن هم باید بخونم. معنی حدیث این نیست که جابر بن سمره، یعنی معنی حدیثش این نیست که نباید نماز بخونیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر تنبیه بعضی از موارد یا اینکه مردم رو هشدار بدهند، برخی از موارد رو نماز جنازه روشون نمیخوندن. مانند کسی که مقروض بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن من روی این نماز نمیخونم، خودتون نماز بخونید. یکی از صحابه گفت یا رسول الله این قرضش رو من میپردازم. اون وقت رسول الله نماز خوندن. یا کسی رو که خودکشی کرده بود گفت من سرش نماز نمیخونم، نماز جنازه خودتون بخونید. به عنوان یک نوع تنبیهی هست و یک نوع هشداری هست. کسانی که جز علمای برتری هستند و چه بسا که افرادی باشند که آرزو داشته باشند که فلان عالم ربانی نماز جنازه ما رو بخواند و اگر این افراد و این علما بگویند که هر کسی این کار رو انجام بدهد، خودکشی بکند یا فلان مورد رو انجام بدهد، من به شخصی نماز جنازه رو نمیخونم، این جایز هست، اشکالی رو نداره. اما یک فرد دیگر نماز جنازه رو بر اون باید بخواند. حتی کسی که خودکشی کرده حکمش این است که مسلمان از دنیا رفته، گناهی رو انجام داده، این تحت مشیت الله متعال هست. اگر الله بخواهد میبخشد و اگر نخواهد اون وعیدی رو که فرموده اون رو در حقش اجرا میکند و مسلمانان باید اون رو غسل بدهند و کفنش بکنند و دفنش بکنند، نماز جنازه بر اون بخونند و برایش دعای رحمت و مغفرت بکنند. جزاکم الله خیر. قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح بکنیم، من از دوستان اتاق کنترل میخوام که شماره‌های تماس بینندگان عزیز رو هم زیرنویس بکنن تا عزیزانی که دوست دارن در برنامه مشارکت بکنن به صورت صوتی و از طریق تلفن بتونن سوال خودشون رو مطرح بکنن تا تماس شما عزیزان وصل بشه. بیننده دیگری فرمودن که نماز تهجد چند رکعت می شود؟ نماز تهجد که از نمازهای نافله هست یا اینکه بگیم سنت هست که انسان بخواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندن و جز سنت و جز فرایض بوده برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما برای امت جز فرایض نیست، یک نماز اختیاری هست که هر کسی میتواند که بخواند. و در مورد تعداد رکعاتش هم هیچ گونه یعنی محدودیتی نیست، یعنی که الزام باشه که حتما چند رکعت باید بخوانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت عمومی فرمودند صلات اللیل مثنا مثنا، نماز شب دو رکعت هست. فاذا خشی احدکم الصبح فلیوتر برکعت، و وقتی که ترسیدید که الان وقت فجر، اذان فجر میدهد، یک رکعت دیگر اضافه بکنید که وترتون بشه. یعنی 2 رکعت خوندید هم خوبه، 4 رکعت خوندید هم خوبه، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، هر کسی به اندازه توان خودش. اما عموما روش رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر این بوده که ایشون 8 رکعت نماز تهجد میخوندن به اضافه نماز وترشون که 1 رکعت یا همون 3 رکعت بوده که مجموعاً 11 رکعت یا 13 رکعت رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندن. خیلی ممنونم، جزاکم الله خیر. اجازه بدید تماس‌های بینندگان عزیز رو هم داشته باشیم. با اجازه شما اولین بیننده امروز. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم، سوالتون مطرح بفرمایید برنده است. نام من حسن است، از کشور روسیه زنگ می‌زنم. بله. بفرمایید سوالتون مطرح کنید. اول اینم که آیا در وقت حج عمره میتوان دریافت رو هم با حج عمره کرد؟ صدای شما واضح نبود پیش من، یک بار دیگه بفرمایید. در عمره آیا در وقت حج عمره منه تکرارش کنن؟ میتوان دریافت در یک سفر چند بار عمره کرد؟ متوجه شدم. در یک رو. بله بله. آیا سوال دیگری هم دارید؟ بله رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز دوشنبه و پنجشنبه روزه می‌گرفتند. برای چی در این روزها؟ بله. سوال دیگر؟ سوال آخرونه. بله. شخصی که 4 سال پیش مالش به زکات رسیده است و در این 4 سال زکات مالش را نداده است، میتواند که این سالهای گذشته را یک جا بپردازد؟ 4 سال پیش رو چه فرمودید که زکات ندادن؟ مولانا سوال شما رو بهتر از من دریافت میکنن، تجربهشون بیشتر از این موضوع. حضرت مولانا سوالتون رو دریافت کردن. 4 سال زکات ندادن، الان چیکار باید بکنه؟ بله. من از مولانا عبدالقادر دهقان بسیار تشکر از شما. تشکر از شما. سوالای شما دریافت شد؟ برای من هستم و برای همه مسلمانان دعای متوجه به دعای خیرتون. الله متعال همین ما شما بینندگان امت اسلامی رو برای راه داد بفرمایید. بیننده بعدی. تشکر از لطف شما.
بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. سلام بر شما، سوالتون رو بفرمایید. سوال داشتم از مولانا صاحب. در خدمتتون هستیم، بفرمایید. دو سال پیش مولانا صاحب من با خانواده خسرم مشکل پیدا کردم، جنجال شد. بله. بعد از او پدرم به من گفت که اگه این بار جنجال جور کردی من خانه رو رها میکنم. اگر رها نکنم زن سرم طلاق باشه. پدرتون گفتن؟ باز این که بله. بعد از این یک جنجال باز ایجاد شد. باز من از علما جستجو کردم، اونا گفتن که سوگند است و اگر نیتش نست خلاص. حالا میفهم که اگر احیانا دمی کلمه طلاق. بله. تماستون قطع شد، اما سوالتون رو دریافت کردیم. انشاءالله سوالتون مفهوم بود و انشاءالله منتظر پاسخ باشید. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. من معین ناصری از کشور آلمان هستم. خوش آمدید. سوالتون رو بفرمایید برادرم. که آیا یک قانونه که با اصطلاح مجبور باشه کشور آلمان شما که میکنیم کمی ایجاد است مجبور باشه که وظیفه انجام بده آنجا برشان گفته که باید چاره نکنه. آیا میتونه از نورای تاخیری استفاده کنه؟ نظر شما در این مورد؟ متوجه شدم. سوال دیگری هم دارید؟ نه خیر، تشکر. زنده. تشکر از لطف شما. ممنونم از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام بیننده گرامی. سلام بر شما، بفرمایید. علی سلام، خسته نباشین. سلامت باشید خواهرم. شما سوالتون رو بفرمایید. من در مورد اینکه اگه یه آقایی بخواد زن دومی بگیره، بله، آیا رضایت زن اولش که نه، ولی اینکه اونو در جریان بذاره و بهش بگه، ازش اجازه بگیره که بخواد مثلا میخواد یه زن دیگه بگیره، آیا واجب هست یا نه؟ چشم. سوال دیگری هم دارید؟ نه ممنونم، متشکرم. ممنون از لطف شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام بیننده گرامی. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی رو خط هستید، صحبت بفرمایید. سلام بر شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلامت باشید، بفرمایید. دو سوال داشتم. من در حد زکات بله. من یه مقدار پول داشتم، سرمایه به خرج دادم. بعد 2 سال گذشته، تلفنش هم نداره که بده زکات هست یا نه؟ من متوجه سوالتون نشدم. مقدار پول داشتید قرض دادید؟ قرض دادم. یکی مثلا سرمایه انجام بود، یکی خرج دادم. الان 2 سالم که پولم پر نگردم، توان نداره که بده. بعد میگه زکات رو من میشه یا نه؟ مولانا متوجه سوالشون شدید؟ من طرف بر نمیگردن و نمیتونه برگردونه. اگر یک بار دیگه واضح‌تر لطف کنید، من شرمنده‌ام که متوجه کامل سوالتون نشدم. فقط این قسمتش رو متوجه شدم که فرمودید مقدار پول داشتید قرض دادید. بله. بعدش قرار یک ماه قرض کرده. اولا توان 2 سال توان نداره تو قرضم برگردونه. پولو خاطر روش هست یا نه؟ پول قرضی که الان پیش شما نیست، آیا زکات برش تعلق میگیره یا نه؟ روی نفت ندادم که برای نفت داشته باشم. بدون نفت دادید، یعنی همینجوری قرض الحسنه دادید بشه. قرض الحسنه. باشه چشم، ان شاء الله مطرح خواهم کرد. تشکر از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمتتون هستیم. سوالی داشتیم. بفرمایید قربان. سوال ما این بود که این آیه مباهله حکمش منسوخه یا نه هنوز حکمش باقی؟ کدوم آیه مبارک؟ کم؟ آیه مباهله؟
بله من حاج. بله آقای شایسته کالمران. بله چشم میشن. تشکر از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما؟ در خدمتتون هستیم. یک سوال دارم. بفرمایید 2 تا سوال بپرسید. انشاءالله بفرمایید. من رقیه میخونم که این طول جن زده را که با اصطلاح ما بین کفر میگن امورا چی اوی مخصوص یا که سوای مخصوص خوندن میشه آدمی مخصوص میخونه چون که هر کی بتونه هر جای قرآن بخونه. درباره رقیه شرعی و شکل خواندنش که چطوری باشه و کی بخونه؟ طریق سنتی. بله. دیم سوال این که انا سوال دیگری هم دارید؟ بله. بفرمایید. انا دارمی جای ما چیه؟ یا وقتی که انسان های دنیا میگذاره بعد همون صحیبای همون مردد میگن که با انسان های خوری و با کسانی که قرآن میخونن با همون میگن که برای همین مایید یک ختم قرآن کنیم ببخشیم. ختم قرآن برای میت بعد اضافاتش. او همین جایز است یا ناجایز؟ چشم انشاءالله مطرح خواهیم کرد. انا بعد برای همین مرده بهترین کار چیه که در حق بازماندگان بکنن؟ بهترین عبادتی که بهترین به هر حال خیلی که میشه در حق میت انجام داد چیست؟ بهترین خیرات برای میت. بله. سوال تو مفهوم بود. سوال دیگری هم دارید؟ زنده باشین برادر. الله تعالی حفظتون بکنه. تشکر از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ. علیکم السلام. بفرمایید. سلام بر شما. سلام بر شما عزیزم. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. ما یه سوال داشتیم. بفرمایید. استاد بزرگ اونایی که فوت میشن بعد غسل ازشان واجب میشه میگن که شهید میشن بخاطر کسی که فوت میکنه غسل واجب میشه شهید حالا غسل بدن یا ندن؟ آره نه مثلا غسل سرش واجب میشه کسی که فوت میکنه غسل واجب میشه بعدش حکمش میگن که شهید شده. حکم غسل میت رو میخواید بدونید یا شهید رو؟ حالا من نه طرف موقعی که فوت میشه همون شب بعد اینا غسل سرشون واجب میشه بعد میگن که اینا شهید میشن. کیا شهید میشن؟ برای شما مفهوم بود مولانا؟ چشم مولانا میفهمن سوالشون مفهومه. حالا من این قسمت شهیدیشو به خودم گوش کنم منظورتون. ممنون از شما. سوال دیگری هم دارید؟ ممنون از شما. بله. تشکر از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. بیننده گرامی سلام بر شما. رو خط هستید. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ. بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوالتون مطرح کنید بردارید. سوال اول این که اگر کسی تقوا داشته باشه و یک همسایه او دعوت میکنه نون همسایه هم میفهمه که از راه حرام نون به دست آمده آیا از این نون استفاده بکنه و از او تاثیر منفی نمیگذاره؟ سوال مفهوم شد؟ بله سوال مفهوم بود. وقتی که دعوت میشید در سمت همسایه و میدونید که درآمدش حرام است بله یا روی تقوا از تاثیر منفی میگذاره یا نه؟ سوال دوم این که راجع به فقه امام ابو حنیفه ما که مثلا مولانا توضیح بدن که چرا از چه شیوه های استفاده کرده. یک بار دیگه سوال فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که به تصریف از این فقه امام به چه شیوه های استفاده کردن مثلا بیشتر از قیاس استفاده کردن از احادیث یعنی اصولی که از اون استنباط شده فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیشتر بر چه مبنایی بوده؟ بله. سوال دومی که چرا نماز وتر در ماه مبارک رمضان با جماعت خونده میشه؟ اگر کسی نماز وتر در ماهای دیگر هنگام با نماز تهجد با آخرش رو بخونه میتونه به ماه مبارک رمضان هم
صورت انفرادی نماز وتر به آخر شب بخونه. با تأخیر وتر به آخر شب بعد از تهجد. بله در ماه مبارک رمضان. خاطر که بعضی برادران میخونن و یک اختلاف ایجاد شده. یعنی که مردم عام فکر میکنه که نماز جماعت اهمیت داره. به همین خاطر که جناب مولانا تفسیر شدن. خیلی ممنون. یعنی این سال آخرتون بیشتر روی این بحثش بود که در رمضان آیا میشه وتر رو به تنهاییش کسی بدون از جماعت تنها هم بخونه در خانه یا نه؟ بله به همین. بله. چشم میشن. یک سوال بگم راجع به همین حدیث هست که میگن اگر علم سوریا باشه اشخاصی از خراسان زمین نمیتونه کشف میکنن. بعضی میگن مراد از همین حدیث امام ابو حنیفه است. راست یا نه؟ ان چشم میشن. سلام علیکم. الله تعالی حفظتون میکنه. و علیکم السلام. بیننده بعدی. سلام علیکم. بیننده بعدی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سوال شریف داشتیم از استاد. در خدمتتون هستیم. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. ما یکی از دوستامون به حساب کارمند یکی از شرکت‌های بیمه بود. بعد از اینکه فوت کرد بله از ایشان خانواده طلب چیز کردن از شرکت خون. حالا نمی‌دونم به حساب شرعی چی میگن. من گفتم ببینم از نظر شریعتی حلال است نیست. استاد کمی توضیح که در برابر همین چیز بده ممنون میشیم. یعنی ایشون بعد از فوت از شرکت بیمه عمری به اصطلاح شاید بیمه عمر بود اون اصطلاحی که خودشون استفاده میکنن یک پولی در مقابل اون بیمه‌ای که کردن دریافت کرد. آره این کس تقریبا در حدود 200 خورده پولش میشه. اینا گفتن که پیش‌یازی پول ما با شما تعلق میگیره براتون پرداخت میکنیم. از این شریعت حالا گرفتن پول حلال است یا نه؟ چشم ان شاء الله توضیح خواهیم داد. سوال دیگری هم دارید؟ شما درد نکنم. ممنون از برنامه خودتون. ممنون از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی. نیستن با ما. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما. ایشون هم نیستن. بیننده هستن ایشون. سلام علیکم. خوب هستین بخیر؟ سلامت باشید برادر عزیزم. بفرمایید در خدمتتون هستیم. یک سوال داشتم درباره امی رقیه شرعی است یا نه؟ بله. رقیه شرعی. و رقیه شرعی کسی برای چی می باشد؟ و برای چه کاری است؟ بله. تشکر. تشکر از شما. ممنونم. خدا. تشکر از لطف شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. یه سوال دیگه داشتم. بفرمایید در خدمتتون هستیم. این دنیا یک بار دیگه از اول لطف کنید. من متوجه سوالتون نشدم. صداتون مقداری قطع و وصل شد. دوستان میگن اگه لطف کنید دوباره تماس بگیرید. ظاهرا مشکل تماس داریم. این عزیز رو در اولویت بگذارید. اگر تماس گرفتن دوباره بحث کنید. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک اختلاف با این موقعیت برای که مرده وقتی فوت میکنه سرتخته جایز است؟ سرتخت؟ گفتم که سرتخته یعنی این سرتخته رو من متوجه نشدم ازت مانو. این سرتخته چی هست؟ وقتی مرده فوت میکنه بعدی وای یک موله رو ضبط میکنه برای وای. یعنی میان حضرت عمر انجام داده گرد. بهش میگن در بعضی از اماکن بهش میگن مانو همون که سر مرده به اصطلاح پول جمع میکنن که به اصطلاح گناهشو ببخشن. میگن نماز نخونده مثلا انقدر پول نماز هاست، روزه نگرفته انقدر پول نماز روزه هاش اسقاط. همین منظورتون؟ ولی نه میگم مال را ضبط میکنن برای مرده. مرده که اینجا مهمانان بیبه و خراج میدین باید و همین رو گفتن که حضرت عمر بعدون کرده است. همین یعنی این پولی جمع میکنن که غذا بدن برای مرده یا نه برای کار دیگری؟ بله نه همین پول صاحب مرده دو خود خانواده میت میکنه و
اون خانواده بله ضبط میکند و اون شخصایی که با جنازه میبیاد به هوا میدهند. آها. تقسیم میکنن بین کسانی که سر جنازه اومدن. بله حضرت عمر گفتن همین کار انجام داد. همین درست است یا نه؟ چشم ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. سوال دیگری هم دارید؟ تشکر از شما. ممنونم. بیننده بعدی سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمتتون هستیم. برادر محترم، من شما را از جرمنی زحمت دادم. لطف کردید. خوش آمدید. سوال زنده باشین. سوال در اینجاست، کسی میگوید که اگر یک عیسوی به خداوند ایمان داشته باشه بله و عیسی را نگویند که به سر خداست بله مگر به قرآن و به رسول الله مبارک ایمان نداره، این عیسوی جاویدانه در دوزخ میسوزه که فوت کنه بله یا نه؟ چشم ان شاء الله. سوالتون مفهوم بود. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از این برادر عزیز. بیننده بعدی سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. کسی که بگه که من حنفی ام در عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیستم، میشه که حنفی باشه؟ متوجه نشدم. شما حنفی هستید در عقیده امام ابو حنیفه نیستید؟ عقیده یعنی چی اینجا؟ عقیده غیر از امام ابو حنیفه دارید؟ نه شخصونی هستن که میگن که کسی میگه من حنفی ام اما عقیدهش مثل امام ابو حنیفه نیست. میگن که من در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستم اما در اعتقاد پیروشون نیستم. در عقیده امام ابو حنیفه نیستم، در عقیده مطردی ام. یعنی مطرح خواهیم کرد این سوال. چشم میشن. انا اون برادر که زنگ دادن که سرتختگیش نفهمیدن امرا میگو بفهمون ان شاء الله. بفرمایید. همون روزی که معید میبرن بعد همون آدمایی که در جنازه میان اشتراک میکنن، همون مرده‌دار یک گواه میکشه، یک گوسفند ضبط میکنه، امرا میگن سرتختگی. بعد اینو تقسیم میکنه بین کسایی که آمدن. انا وقتی که مرده میبره صاحبای مرده در مو خونهشون، در مو روز مرده، در مو ساعتی که مرده در مو ساعت یک گواه میکشن. کسانی که در جا اومدن اشتراک کردن با همون میتن میگن که این سرتختگی، یعنی همون توا میکنن میتن همون را میگن سرتختگی. به این نیت که ثوابش برسه به مرده. دیگه ثوابش به مرده و گفتن که این کار حضرت عمر مونده بیاد. همون را گفتم مفهمن. ممنون از لطف شما و توضیح شما. تشکر از شما. ممنون از شما. آخرین بیننده رو در بخش اول برنامه. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده عزیز. مولا موسی کرمپور هست، او شیعه بود یا سنی؟ مولا موسی کرمپور شیعه بود یا سنی؟ بله شیعه بود یا سنی. گرچه به موضوع برنامه ما مرتبط نیست اما چشم توضیح خواهیم داد. سوال دیگری هم دارید؟ یک سوال دیگه همین مجدد، بعضی میگن که این مجدد الف همین مجدد چی میگن مجدد؟ مثلا میگن امام ربانی مجدد. تعبیر مجدد وقتی که استفاده میشه برای یک شخصی به چه معناست؟ بله چشم ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. سوال دیگری هم دارید؟ خدا. تشکر از شما. ممنون از شما. تشکر میکنم از همه عزیزانی که تماس گرفتن. سعی میکنیم ان شاء الله اگر فرصت باقی بود بخش دیگری از تماس‌های شما عزیزان رو هم داشته باشیم، البته بعد از پاسخگویی به این سوالات مطرح شده توسط حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان به شرط تماشای یک میان برنامه. بعد از میان برنامه با پاسخ این سوالات در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
مع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر. بعد سلام مجدد خدمت همه شما دوستداران علم و هدایت، پویندگان حق و حقیقت، در خدمت شما هستیم با پاسخ به سوالات مطرح شده از سمت شما عزیزان و خوبان. حضرت مولانا حسن جان از روسیه سوالشون این بود که در یک عمره در یک روز، تأکیدشون على یک روز بود، میشه چند تا عمره رو در یک سفر چند تا عمره رو به جای آورد؟ تکرار عمره در یک سفر از رسول الله صلی الله علیه وسلم و از اصحابشون ثابت نشده، بلکه برعکسش در حج رسول الله صلی الله علیه وسلم که بعد از حجة الاسلام که یک باریشون در واقع حج رو انجام دادن و بعد از سالهای طولانی بود که منتظر حج بودند و همچنین بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم با اینکه سالیان درازی دور بودند از مکه مکرمه و حج رو انجام نداده بودند، زمانی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم حجة الوداع را انجام میدادند و همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند، اتفاقی افتاد برای حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که قبل از ورود به مکه ایشون عادت ماهیانشون شروع شد و نتونستند که عمره رو به جا بیاورند و ناراحت شدند، گفتند یا رسول الله همه کسانی که همراه من هستند دو تا ثواب دارند، هم حج رو انجام میدن هم عمره رو انجام میدن، من الان که نمیتونم عمره رو انجام بدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از اتمام حجشون رو فرستادند که برود از تنعیم دوباره احرام ببندد، این خارج از حدود حرم برود و احرام ببندد از این جایی که امروزه مسجد عایشه هست که تنعیم هست و به خاطر این مسجد عایشه هست که از این قسمت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دوباره احرام بستند برای عمره دیگر و شهر مکه از طرف مدینه، از طرف مدینه که میرن. و جالب اینجا هست که در اون سفر هیچ کدام از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و خود ایشون عمره رو تکرار نکردند، یعنی تکرار عمره از شخص رسول الله و صحابه ثابت نیست. و جالب اینجا هست که حتی عبدالرحمن ابن ابی بکر برادر حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که همراهشون بود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم، ایشون همراه با برادرش فرستادند که برند از مسجد عایشه که امروز هست از مکان تنعیم از اونجا احرام ببندند و برگردند بیاند احرام بکنند. جالب اینجا از حتی عبدالرحمن ابن ابی بکر هم در اونجا احرام نبست، با اینکه خودش هم از حرم اومده بود بیرون، باید احرام میبست. وقتی که از حرم اومده بیرون همراهش و رفیقش که خواهرش هست اومده به خاطر این که یک عمره دیگه انجام بده. اگر واقعا یعنی مجاز بود یا بگیم که اولاتر بود، خب ایشون هم احرام میبستند و برمیگشتند. بدین خاطر چون که ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه وسلم، جمهور علما نظرشون بر این است که این عمل مشروع نیست، نباید چنین کاری رو انجام بدهند و اولاتر و بهتر برای کسی که فرصتی رو حاصل کرده و در مکه رفته این است که طواف بکند. طواف خانه کعبه یکی از عباداتی هست که در جاهای دیگر میسر نیست. خود نماز و عبادت همین فرصتی رو که میرود برای بیرون از حرم و برمیگردد، همین فرصت رو در حرم بنشیند نماز بخواند، هر نمازی 100,000 برابر این ثواب بیشتری رو دارد. این اولاتر و بهتر از این که یک عمره رو تکرار بکنند. به نظر ما تکرار کردن عمره چون که دلیلی ندارد حداقلش خلاف اولا هست و انسان باید پیرو سنت باشد، همون اتباع از سنت انشاءالله ثوابش از یک عمره بیشتر است. برخی میگن که ما چون یک سفر در طول عمر نصیب شده با فرصت معلوم نیست دوباره فرصت پیدا بشه یا نشه، از طرف پدر، مادر، دوستان، آشنا، در خصوص انباتی که از دنیا رفتن، میگن به نیت این کارو میکنیم. به هر صورت این مسئله اختلافی هست. نظر ما بر این است که این کار رو نکنند اولاتر و بهتر هست. به جای خانوادتی برای والدینشون ببخشن، جایگزین دیگری هست. بله جایگزین دیگری هست. خودشون در خود حرم براشون دعا بکنند. این بالاترین موردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان ایصال ثواب در واقع ذکر کردند. گرچه که حج کردن و عمره کردن برای اموات از نظر شرعی جایز هست، اشکالی رو نداره، اما سعی بکنند که در یک سفر باشه. اگر واقعا میخواند که یک ثواب کاملی به پدر
پدر و مادر و عمواتشون برسه، از همون شهر خودشون وقتی که نیت کردن حرکت کردن از اونجا با همون نیت بیان، قطعا چنین ثواب چنین حجی رو و عمره رو ثوابش بیشتر از این است که انسان خودش در مکه باشه بخواد عمره بکنه. عمره کسی که از هزاران کیلومتر اون طرفتر اومده و زحمتی رو متقبل شده، خرج و هزینه‌ای رو متحمل شده، ثوابش بسیار بیشتر از عمره هست که انسان اونجا نشسته و چندین بار بخواد که عمره رو انجام بده، با توجه به این که این ثابت هم نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا صحابه این کار رو انجام داده باشند. اولاتر و بهتر این است که این کار رو انجام ندن به خاطر اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر هم انجام دادند، خب تعدادی از فقها نظرشون است چون که ممنوعیتی نیومده، صراحتا در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نیومده که شما اجازه ندارید که در یک سفر 2 تا عمره رو انجام بدید. به خاطر این عمومی که در این زمینه هست و نهی اساسا وارد نشده، برخی از علما گفتند که اشکال نداره، جایز هست که کسی این رو انجام بده، اما اولاتر و بهتر ترک این عمل هست. همچنین پرسیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزهای دوشنبه و پنجشنبه در سنتشون ثابت است که ایشون روزه میگرفتن، روزهای نافله رو، و حالا تعبیرشون این بود که حالا چرا گفتن، ولی خب حکمت چی بوده که این 2 روز اختصاص دادن؟ معمولا رسول الله صلی الله علیه و سلم روزهای دوشنبه و روز پنجشنبه رو روزه میگرفتن. حتی در روایت اومده کان یتحرى صوم الاثنین و الخمیس، یعنی دنبالش بودند، یعنی پایبند بودند و منتظر بودند که کی روز دوشنبه و پنجشنبه میشود که ایشون روزه بگیرند. از ایشون سوال شد که یا رسول الله شما رو میبینیم که پایبند این روزه دوشنبه و پنجشنبه هستید. روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه از در سنن ترمذی، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند تعرض الاعمال الی الله یوم الاثنین و یوم الخمیس، اعمال انسانها روز دوشنبه و روز پنجشنبه عرضه می شود پیش الله متعال، یعنی فرشتگان اعمال انسانها را عرضه می کنند. و ایشون فرمودند که احب ان یعرض عملی و انا صائم، من دوست دارم زمانی که عمل من به پیشگاه الله متعال عرضه می شود من در اون زمان روزه باشم، یعنی حتی در خود اون حالت من یعنی حالت عبادت باشه، در اون روزی که اعمال من عرضه می شود من در واقع در حالت یک عبادت و در حال انجام یک عبادت باشم. این حکمت و فلسفه‌ای هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای روزه دوشنبه و پنجشنبه بیان فرمود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی فرمودن که در 4 سال گذشته زکات پرداخت نکردن، الان امسال حکایت چی میشه؟ حالا چه 4 سال چه چند سال گذشته کسی که زکات پرداخت نکرده الان حکمش چیست؟ زکات وقتی که بر انسان فرض شد، یعنی شرایط زکات فراهم بود به این معنی که مالی رو داشت که به سقف نصاب زکات رسیده بود، یعنی معادل 85 گرم طلای 24 عیار یک فردی مالی رو داشته باشه و 1 سال کامل 1 سال قمری بر آن گذشته باشه. این 2 شرطش هست، مال داشته باشه، به اندازه سقف زکات برسن، نصاب شرعی برسند، یعنی معادل 85 گرم طلای 24 عیار برسند و 1 سال کامل از زمانی که این مال رو به دست آورده در ملکیتش اومده گذشته باشد. پول نقد است یا هر مالی؟ پول نقد باشه یا طلا باشه یا نقره باشه و این ذخیره کرده اینها رو 1 سال که بر اینها گذشت در واقع زکات بر اون واجب می شود و زکاتش هم 2.5% هست، یعنی کل مبلغ رو حساب بکنن 2.5%ش یا به تعبیر عامیانه 41ش تقسیم بر 40 بکنن تقسیم کنن و یک قسمتش رو به عنوان زکات پرداخت بکنن. و دادن زکات قبل از موعد جایز، اشکال نداره. شما هنوز مالتون 1 ساله نشده، میخواید که 1 ماه 2 ماه قبل از این که موعد زکات برسه قبلا زکات بدید، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و جایز است و گناهی رو هم نداره. و موعد زکات شما بعد از 2 ماه شروع میشه، یعنی تاریخ عوض نمیشه. امروز شما زکات دادی پس بنابراین سال دیگر همین روز باید زکات بدید، نه، همون 2 ماه بعدش که موعد 1 سال شدن مال شما هست اون وقت باید زکات بدید. اما تأخیر زکات از وقتش این گناه است، جایز نیست. تأخیر زکات از وقتش، امروز مالی رو که شما داشتید و به اندازه نصاب بوده 1 ساله شد، بر شما لازم هست که فوراً این مال رو جدا بکنید و به مسکین و فقرا و کسانی که مستحق هستند پرداخت بکنید. الان 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال اگر این مال رو ندادید، این حق مال هست و ثابت است در این مال شما و حق الله و حق بندگان در این مال شما هست و باید اونو در اولین فرصت باید پرداخت بکنه، چه زکات 1 سالش باشه چه زکات چندین سالش باشه که بر اون گذشته، باید اون رو پرداخت بکنه، خارج بکنه از مال خودش و استغفار بکنه به خاطر تأخیر
زکات و عدم انجامش سر وقت. یعنی میفهمید این 4 سالی که مثلا گذشته هر سال رو به تنهایی پرداخت کنی یا نه الان دیگه 4 سال گذشته ببینید چقدر پول داشته از 4 سال گذشته تا الان همه رو با هم یک دفعه بده؟ نه هر سال جداگانه. یعنی هر سال 41 سال اول مثلا سرمایه‌شون چه اندازه بوده و 2.5% یا 41 چه اندازه بوده. اون رو پرداخت کنن. مال دوم را کل سرمایه چه اندازه بوده به اضافه مال قبلی و مال جدیدی که داشته محاسبه بکنه و همچنین مال سال سوم و سال چهارم را. یعنی هر سال به تنهایی جدا میشه. بله هر سالی رو به تنهایی حساب بکنند که چه اندازه مال داشتن در اون سال و اگر دقیقاً نمیدونن لازم نیست حتما دقیق باشه. سعی بکنن تخمین بزنند و تخمینی عمل بکنن طوری باشه که حق الله برگردنش نباشه. همون گزینه رو که بیشتر هست اونو در نظر بگیرند که به جای اینکه برگردنشون چیزی بماند ایشون یک صدقه رو اضافه داده باشند. هر 4 سال رو جداگانه باید زکاتشون حساب بکنند و باید پرداخت بکنند. بیننده دیگریمون در همین باب حالا گرچه دیرتر بود سوالشون ولی چون مرتبط به موضوع هست درباره زکات سوالش این بود که من پول دارم نزد دیگران اما این پول رو به عنوان قرض حسنه بدون هیچ گونه منفعتی گذاشتم آیا این پولی که من پیش دیگران دارم قرض این هم زکات داره یا نه؟ بله قرض دادن همون گونه که خود این بیننده گفتن این بدون منفعت هست یعنی یک جزء به اصطلاح عقودی هست که یک نوع تبرع هست یک نوع احسانی هست که شما به یک فردی میکنید یک مالی رو در اختیارش گذاشتید تا اینکه مشکل خودش رو حل بکنه در مقابل این احسان شما نباید یک چیزی رو دریافت بکنید و به خاطر این هست که رسول یعنی یک قاعده کلی هست در فقه اسلامی که کل قرض جر نفعا فهو ربا اگر به خاطر یک قرضی که شما به یک کسی دادید از اون یک منفعتی رو دریافت بکنید این در واقع ربا هست یعنی یک منفعتی هست که در مقابل پولی که شما به یک کسی قرض دادید دارید از اون استفاده میکنید و چون این چیزی جایز نیست پولی رو که شما به یک کسی قرض دادید مال شما هست ملکیتش دقیقاً مال شما هست هر وقتی خواسته باشید میتونید اون رو پس بگیرید پس بنابراین زکاتش هم برگردن شما هست زکات برگردن اصل صاحب مال هست اون کسی که قرض را گرفته اون برگردن اون زکاتی نیست ولی اینکه 1 سال باشه 2 سال باشه 10 سال باشه اصل بر این است که زکاتش رو باید صاحب مال پرداخت بکنه منتها در صورتی که به یک کسی قرض داده و الان ناامید هست طرف نمیدونم که ورشکسته شده و به افلاس رسیده نمیتونه که قرض شما رو پرداخت بکنه و الان اگر قرار باشه شما یک مالی رو که اصلا امیدش رو ندارید که دریافت بکنید هر ماه قرض بدید خب یک ضرر هست به قول معروف خواستید که ثواب بکنید و کباب شدید حکم شرعی در این مورد این است که صبر بکنه اگر از کسی که برای گردن کسی شما قرض دارید که ناامید هستید از این که اون بتونه قرض شما رو بده مفلس هست و نداره چیزی یا اصلا انکارش کرده گفته من شما از من حقی رو طلب نیستید در این زمانه صبر بکند و هر وقتی که اون مال رو دریافت کرد 1 سال زکاتش رو بدهد فتوای امام مالک رحمت الله علیه هست قرضی را که شما از آن ناامید هستید قطع امید کردید هر وقتی که شما دریافت کردید به دستتون رسید 1 سالش رو زکات بدید این انشالله کفایت میکنه انشالله. بیننده دیگری فرمودن که 2 سال پیش با خانواده خسرم حالا به تعبیر خودشون همون پدر خانم برای خانم عزیزانی که شاید آشنا نیستن با این تعبیر با خانواده پدر خانم مشکل پیدا کردن و جنجال شد و درگیری شد باباشون ایشونو تهدید کردن که اگر یک بار دیگه این اتفاق بیفته من خانوممو طلاق میدم دیگه ظاهرا مادر ایشون رو و باز هم این مشکل متاسفانه تکرار شده گفتن از خونه میرم با این تعبیر اگر یک بار دیگه این اتفاق انجام بدی از خونه میزنم میرم و اگه رها نکنم خونه رو زنم طلاق باشه با این تعبیر نگفتن که از خونه رفتن یا نرفتن و جنجال تکرار شده و نرفتن ظاهرا دیگه چون اگه نرم اونشون گفتن اگر رها نکنم زنم طلاق میشه تعبیرشون این بود و الانم رها نکردن ظاهرا جنجال شده ولی رها نکردن بعضیا گفتن که این طلاق حساب میشه به صورت کلی انسان باید یعنی خصوصا یعنی این توصیه من به جوانان هست که طلاق رو یعنی تکی کلامشون نباشه سعی بکنند که این جمله رو استفاده نکنند خصوصا در وقتی که ناراحت هستند یا در وقتی میخوان قسم بخونند هی این تکی کلامشون طلاق هست اگر چنین کردم و چنان نکردم نمیدونم زنم طلاق باشه این شایسته یک فرد مسلمان و پایبند نیست طلاق یک حکم شرعی هست و یک راهکار هست برای یک زندگی که
تبدیل به جهنم شده و انسان نمیتونه اون تحمل بکنه، یک راهکاری هست برای خلاص شدن از چنین زندگی. گرچه این سوال تخصص برنامه سفره دل شما هست و شما باید جواب میدادید. شما تشریف نمیدید اونجا، ما مجبوریم اینجا از شما بپرسیم. عرض کردم که نباید این رو تکیه کلام باشه و همیشه بر زبان بیاورند. یک حکم شرعی هست، این یک نوع تلاعب و به بازی گرفتن احکام شرعی هست و جایز نیست. و علتش این است که متاسفانه سوگند به الله را در بسیاری از جامعه اهمیتش کم شده. یعنی میترسن وقتی که به نام الله قسم بخورن به دروغ قسم میخورن، اما وقتی که قسم به طلاق باشه شاید طرف مجبور باشه که راستشو بگه. به خاطر این و قسم خوردن به طلاق یک کار حرام هست و جایز نیست. و این صورتی که رو که ایشون ذکر کردن در اینجا یعنی طلاق نیست و قسم به طلاق هست. یعنی یک طلاقی یعنی طلاق معلق نیست، یک قسم به طلاق هست. یعنی ایشون طلاق معلق این است که یک فردی تصمیم دارد که زنش رو طلاق بدهد. تصمیمش این است که زنش طلاق بشه و میخواد زنش رو طلاق بده و این طلاق رو معلق میکنه به یک اتفاقی. شرط میگذاره که اگر فلان اتفاق بیفتد یا روزی که فلان اتفاق بیفتد زنش طلاق هست. هر وقتی که فلانی از سفر برگشت زنش طلاق باشه. خب این طلاق هست، خواسته که طلاق بده، منتها زمانی رو مشخص کرده، این اسمش هست که طلاق معلق هست. یعنی یک شرط گذاشته برای وقوع طلاق. اما یک مورد دیگر از قسم به طلاق هست و هدف اینجا طلاق دادن نیست. هدف این است که خودش رو مجبور بکند که کاری رو انجام بدهد یا انجام ندهد. هدف این بوده که طرف مقابل فرزندش رو مجبور بکنه، یک فشاری باشه که دوباره جار و جنجال نکنه و دعوا نکنه. تهدید شده و تهدید هست هدف و هدف طلاق نیست. این به نظر من سوگند به طلاق هست و طلاق معلق نیست. به نظر من در این زمینه طلاق واقع نشده، ولو اینکه از خونه نرفته باشد طلاق واقع نشده و حکمش این است که یک به جای این یک کفاره قسم باید بدن. کفاره قسم این است که 10 مسکین رو غذا بدند، یعنی 10 نفر رو دعوت بکنن، یک وعده غذایی 10 نفر رو دعوت بکنن، یا اینکه به 10 نفر لباس بدند. لباس هم میتونه که یک چادر باشه، یک تکه لباس باشه، یک پیراهن باشه، یک زیر پیراهنی باشه، فرقی رو نمیکنه. اما غذای به صرفه تر باشه. به هر صورت این اختیاری هست، یا غذا بدهد 10 مسکین رو، یا اینکه 10 مسکین رو لباس بدهد، یا هم که عتق و برده رو آزاد بکنه که امروزه وجود نداره. اگر این 3 مورد رو نمیتونست انجام بده، توانایی مادی نداشت و نمیتونست، در این صورت 3 روز رو به جایش روزه بگیره. این 3 روزه بعد از اینه که واقعا توانایی نداشته باشه. بعد از اینکه توانایی نداشته باشه، اگر تونست میتونه اختیاریه، میتونه غذا بده و میتونه لباس بده و میتونه برده رو آزاد بکنه. برده که نیست بین دوتا اختیار داره. در صورتی که توانایی غذا دادن یا لباس دادن داشت، برایش روزه گرفتن جایز نیست. روزه گرفتن فقط در صورتی هست که توانایی مالی نداشته باشه و اطعام یا پوشان یا لباس دادن رو از عهدهش خارج باشه. در اون صورت ما 3 روز رو روزه بگیره. جزاکم الله خیر. بیننده دیگرمون برادر عزیزمون از آلمان سوالش این بود که در همچین شرایطی مثلا خالصا در اروپا و آمریکا این مشکل رو داریم که خواهری که یک جایی مشغول کار است، حالا شاید در مدرسه و درس هم اینجوری باشه که مجبورش میکنن که روسری برداره و نمیذارن با روسری و حجاب سر کار یا درسش حاضر بشه. اگر ایشون بیاد و حیله‌ای انجام بده و زیر همون روسری که سرش هست روی روسری یک موهای مصنوعی یا همون تعبیر کلاگیس بندازه، آیا این اشکال شرعی داره یا نه؟ خود کلاه گیس یا به تعبیر دیگر که قدیما این استفاده میشد وصل کردن مو بوده. یعنی وصله میزدند به مو رو مثلا بیشتر جلوه بدند یا بزرگتر و طولانی تر باشه. این خودش ممنوع هست از نظر شرعی. در روایت اومده که لعن الله الواصله والمستوصله، اونی که موی رو به موهای خودش میبنده اضافه میکنه، اون کسی که این کار رو انجام میده رسول الله صلی الله علیه و آله اون رو نفرین کردن و جایز نیست. و حکم جمهور و نظر جمهور علما هم در این زمینه این است که این جایز نیست، این خود استفاده کردن از کلاه گیس. منتها در این زمینه ما بین 2 تا محظوریت و 2 تا ممنوعیت در واقع اخف الضررین رو باید در نظر بگیریم. نپوشیدن روسری به صورت کلی و نمایش دادن موی سر به گونه که دیگران موی سر را ببینند، این به اصطلاح اصل پوشیدنش واجب هست و ظاهر کردن موی سر حرامه.
بحث در اینجا حرام هست. اما در مورد کلاه گیس بسیار از فقها یعنی یک مسئله مختلفی هست، خصوصا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتن اگر شوهر اجازه داد بازم اشکالی رو نداره، جایز هست. و به خاطر اینکه این اختلافی که در اینجا وجود داره این خفیفتر حکمش، حکم حرمتش این مقدار خفیفتر هست. پس بنابراین اخف الضررین رو و اخف المفسدتین رو یعنی انجام بده، این اشکالی رو نداره. یعنی اگر مجبوره که واقعا روسری سر نکنه و از تر در بیاره نظرش، بهتر همینه که کلاه گیس که سر برهنه باشه، بهتر اون است که کلاه گیس رو سرش بکنه. جزاکم الله خیر. خواهرمون سوالش این بود که اگر آقایی بخواد زن دوم بگیره، حالا آیا در جریان گذاشتن زن اول، گفتن حالا اجازه که به هر حال مهم نیست، اما همین که حداقل در جریان بگذاره زن اول رو، آیا لازم هست یا نه؟ من جواب بدم اینو باید شما؟ اینو دیگه من جرئت نمی‌کنم پاسخ بدم. بله می‌خواید که خانم ها با ما یعنی طرف بشن معمولا؟ والا من یادم رفت که از خواهرمون بپرسم که حالا ایشون قصد دارن که زن دوم باشن یا زن اول هستن قرار زن دومی بیاد. در صورت یک گروهی از ما ان شاء الله که راضی خواهند شد. بالاخره یکی از این دو گروه راضی میشن از شما هر چی میگید. حکم شرعی یعنی تعدد زوجات یک حکمی هست که الله متعال قرار داده برای مردها، اینو اجازه داده بنابر مصالحی که در این زمینه هست. حالا شرایط خاصی رو و شرایط خیلی سختی رو هم در این زمینه الله متعال یعنی در نظر گرفته و مشخص شده. بنابر نیاز و مصلحت هست. چه بسا یک مردی یعنی از نظر شرعی و از نظر فقهی براش لازم باشه یک همسری رو گرفته که اصلا به هیچ عنوان جوابگوی نیازهایش نیست، نه نیازهای عاطفیش، نه نیازهای جنسیش و نه بقیه نیازهایی که هست جوابگو نیست، مجبور است که همسر دیگری رو بگیره. و برای اینکه ازدواج مجدد بکند به هیچ عنوان نزد هیچ یک از فقها رضایت همسر اول شرط نیست. رضایت همسر اول شرط نیست، اما خبر دادنش این اولاتر و بهتر هست که اطلاع بدهد. اولاتر و بهتر هست که اطلاع بدهد، زیرا که فردی که زن دوم یا سوم رو میگیرد مجبور هست که همه رو با هم داشته باشه، یک زندگی مشترکی رو داشته باشه، هم زن اولش رو راضی بکنه و هم زن دومش رو در واقع راضی نکنه. و اگر با زن اولش اختلاف داره، به خاطر اختلافی که با زن اولش داره میخواد بره زن دوم رو بگیره، خب وقتی که زن اول خبر بشود که رفته زن دوم رو گرفته، دامنه اختلاف در واقع بیشتر میشه و مشکلاتش در خانواده در واقع بیشتر خواهد بود. اولاتر و بهتر است که با یک اسلوب مناسبی و یعنی با واقعیت گرایی واقعیت رو بهش بگه و اطلاع بده و سعی بکنه که رضایتش رو انشالله جلب بکنه. و در صورتی که به هیچ عنوان نه رضایت میده و اگر هم که بهش اطلاع بدن به جای اینکه قبول بکنه و این قانع بشه، چه بسا که مشکلاتی رو براش ایجاد بکنه، در این صورت لازم نیست. یعنی در هر دو صورت نه اطلاعش واجب هست و نه اینکه رضایتش واجب هست. اما در هر دو صورت اگر اطلاع بدهد یا رضایت بگیرد، در این که این اولاتر و بهتر هست و برای آرامش زندگیش مفیدتر هست، در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست. اگر مرد از جونش احساس خطر میکنه اطلاع نمیده چی؟ میگه اونم کلا اشکالی نداره. تشکر از سماحت مولانا. برادر عزیزمون پرسیدن آیه 61 سوره آل عمران که الله متعال درباره مباهله بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و گروهی از مسیحیان نجران صحبت می‌فرمایند، حکمش منسوخ شده یا نه هنوز باقی است به حال خودش؟ مباهله به معنی دعای بر ظالم هست، بر اون کسی که ناحقه. در یک مسئله دو نفر با هم دیگر اختلاف دارند، یک مسئله شرعی هست، یعنی یک مسئله شرعی هست و دو نفر با هم دیگر اختلاف دارند و هر دو تا مصر هستند که حرفشون هم درسته، میتونن در این زمینه مباهله بکنند. یعنی این که هر دو نفر دعای لعنت میکنند که هر کسی که ناحق هست دعای لعنت الله متعال بر اون باد. این اسمش مباهله هست و مباهله مشروع هست. و این آیه رو که شما بهش اشاره کردی فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، این دلیل جواز مباهله هست و این آیه در واقع ثابتی هست، منسوخ نیست. یعنی همون گونه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مباهله بوده، امروزه هم مباهله هست، منتها در مسائل شرعی جایز هست که اگر که هیچ راه حلی وجود نداشته باشه و دو طرف مجبور باشند که اثبات بکنند که یکی حق یکی دیگری باطل هست، یکی از راه‌هایش مباهله هست و مباهله امروز هم مشروع هست و جایزه. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری، دو تا از بینندگانمون سوالشون درباره رقیه شرعی بود که اصلا رقیه شرعی چی هست و طریقه سنت رقیه شرعی چی هست، و بیننده دوممون سوال بود که اصلا برای چی هست و چه کسی باید بخونه این رو و چطور خونده میشه.
رقیه شرعی همون گونه که از اسمش مشخص است، یعنی یک عملی هست که شرعی هست. یعنی در مقابل ما رقیه غیر شرعی داریم. خود رقیه چی هست؟ رقیه به معنی خوندن دعا بر بیمار هست. خواندن دعا بر بیمار. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اعرضوا علی رقاکم، بیایید رقیه هایتون رو، دعاهایی رو، وردهایی رو که میخونید بر بیمارانتون، این باید به من عرضه بکنید، یعنی بخونید برای من که ببینم هر کدومش که توحیدی باشه قابل قبوله و اونی که توحیدی نیست و شرکی هست اون رو رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو دوباره نخونید. و دلایل زیادی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اصحاب رسول الله، یک گروهی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفری میرفتند، در یکی از قبایلی که سر راه بود، رئیس اون قبیله رو عقربی نیش زده بود و اون قبیله مهمانی ندادند، هرچی گفتن آبی غذایی بهشون ندادند. گفتند که بعضی که رئیس قبیله و به قول معروف سردارشون یعنی عقرب زده بود، اومدن پیشون کسی از شما رقیه بلد هست، دوای درمان؟ یک از صحابه گفت یا رسول الله، من به اون فرد گفت که بله من بلد هستم، منتها تا زمانی که به ما مهمانی ندید ما حاضر نیستیم که یعنی براتون دعا بخونیم. گفت بله هرچی بخواید بهتون میدیم. رفت خلاصه سوره حمد رو خوند بر روی اون بیمار و اون در روایت اومده که انه نشط من عقال، گویا که اون بسته بودند الان بازش کردند، یعنی بیماریش کلا مرتفع شد. تعدادی گوسفند بهشون دادند و اون صحابی گفت نه تا زمانی که نرویم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و حکم این عمل رو من نپرسم بهتون اجازه نمیدم که از گوشت این گوسفندان در واقع استفاده بکنید. رفتن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت من سوره فاتحه رو خوندم. ایشون فرمود که از کجا میدونستی که سوره فاتحه جز رقیه ها هست؟ رقیه هست، یعنی که تایید کردن این عمل رو که یکی از رقیه های مشهور همین سوره فاتحه است. و میتونید که کل آیات قرآن رو به صورت کلی، آیات قرآن رو به صورت کلی رقیه شرعی هستند و جایز هست که این رو انسان بر بخواند و بر بیمار در واقع بدمد، اینش جایز هست. و همچنین جایز هست که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که شب قبل از خواب میشه معوذتین را و قل الله را میخوندند و در دستای خودشون فوت میکردند، میدمیدند و قل الله احد را 3 مرتبه میخوندند و در دستای خودشون میدمیدند و با دست خودشون کل بدن رو مس میکردند، یعنی تا جایی که دستش به بدنش میرسید اینو در واقع دست میکشیدن. اینش هم جایز هست و هر کجا از آیات قرآن کریم باشه هیچ گونه اشکال شرعی نداره و جایز هست. و مهمترینشون همین آیه و آیاتی است که در سوره فاتحه هستند، کل سوره فاتحه و به اضافه معوذتین و خصوصا رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلا یک دعای دیگری رو میخوندن برای رقیه شرعی که حسن و حسین رو رقیه میکردن. بعد از اینکه معوذتین نازل شد این دوتا سوره رو میخوندن، یعنی معوذتین رو میخوندن و بر فرزندانش حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما میدمیدن. قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. من سفارش میکنم که مادران حتما این کار رو انجام بدن، وقتی فرزندانشون رو میخوابونند این سوره ها رو بخونند، بر اونها دم بکنند، بیماری هست سوره فاتحه رو خودشون بخونند و دم بکنند. و یک مطلب دیگر، چه کسی این کار رو انجام بده؟ آیا لازم هست که شما برای این که کسی بر شما رقیه شرعی بخواند لازم است که یک مسافتی رو طی بکنید، برید پیش یک مولای دعاخوان و دعانویسی و مبلغ پول به اون بدید و اونو بگید که دعا بکنه؟ نه، چون چیزی لازم نیست. تأثیر آیات قرآن فرقی نمیکنه که چه من بخونم چه شما بخونید، بلکه تأثیرش به خاطر اون معنویتی هست که در قلب شما هست، احساس نیازی که در قلب شما هست و قطعاً اون احساسی رو که شما نسبت به خودتون دارید و امید شفایی رو که شما برای خودتون دارید بیشتر از ثوابی هست که و اون امیدی هست که من دارم. اون کسی که میشون پیشش میرید بهش پول میدید، اون به خاطر پول خودش یک رقیه رو میخونه و بر بیمار شما دم میکنه. شاید در قلبش هیچ گونه احساسی نباشه که شما شفا حاصل بکنید یا اون خلوص اون چنانی رو نداشته باشه، اخلاصش به پول بیشتر باشه از تا اخلاصی که به خوندن سوره داره. پس بنابراین خود شما بخوانید این اولاتر و بهتر هست و لازم نیست که پیش کسی دیگر برید. همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندند، خودشون میخوندند، بر خودشون دم میکردند یا اینکه خودشون بر فرزندان خودشون و بر اهل بیت خودشون میخوندند، این اولاتر و بهتر هست. اما اگر نمیدونستن، کسی نبود و یک فردی رو که عالم هست و متقی هست واقعا و کارش این نیست، یعنی مغازه رو باز نکرده به خاطر اینکه دعا بخونه از شما پول بگیره، اشکال شرعی هم نداره، چون این عالمی و چون این کسی قاری قرآن هست میتواند پیش اون بروید تا اینکه بر شما رقیه شرعی بخونه. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری فرمودن که اگر میتی مناطق ما وقتی که میتی کسی فوت میکنه بعد از فوتش سر میت میارن چند نفری از
قاریای قرآن رو یا کسایی که با قرآن رابطه دارن میارن و جمعشون میکنن، میگن قرآن رو ختم کنید و ثوابش رو ببخشید برای میت. این جواز شرعی داره یا نه؟ ثابت نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اصحاب ایشون در واقع برای مردگان خودشون قرآن ختم کرده باشن، چون این چیزی رو ما نداریم. میبینیم که عزیزان رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا رفتند. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه و بسیاری دیگر حتی فرزندان رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما در هیچ کجا ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه وسلم جلسه ترحیمی رو گرفته باشند یا جلسه ختمی رو گرفته باشند که اینو در واقع بخونند و برای مردگان ببخشند، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. تعداد از علما که گفتن جایز هست به خاطر عمومیاتی که در شریعت هست، به خاطر اینکه در این زمینه منعی نیومده. اما این ایصال ثواب یک نوع عبادت هست، انجام یک عبادت و ایصال ثواب برای یک فرد دیگر، ایصال ثواب برای یک فرد دیگر. این رو باید شریعت در واقع مشخص بکنه آیا میرسد یا اینکه نمیرسد. ما خودسرانه چون که در شریعت نیومده که میرسد یا نمیرسد ما انجام بدیم که پس بنابراین حتما ثوابش میرسد، این در واقع دور از مصلحت اندیشی هست و انسان اون کاری رو برای میت باید انجام بده که مطمئن هست که اون کار یعنی ثوابش حتما به در واقع به میت میرسد. این اولاتر و بهتر است، مواردی رو که در شریعت اسلامی ثابت شده. این سوال دومشون هم همین بود که حالا چه خیلی بهتر هست برای میت. خواندن قرآن ثابت نیست، پس بنابراین اولاتر است این کار رو انجام ندهند. اولاتر اگر واقعا میخواهند که پایبند سنت باشند و زندگی و مرگشون مطابق با سنت و سیره و روش رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، چون این چیزی رو ما در سیره رسول الله صلی الله علیه وسلم نداریم که ایشون برای مردگان جلسه قرآن خوانی گرفته باشند. چه قرآن خوانی به صورت یک نوع تبرع باشه، یعنی خودجوش باشه کسی بخواد بخونه، یا اینکه یک فردی رو بیارند و اجیرش بکنند بهش پول بدند که قرآن بخونه، این دیگه گناهش بیشتر هست و چون این چیزی جایز نیست. اما اعمالی رو که در این زمینه ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم که به میت میرسند، روایت معروفی از قبلا هم عرض کردم، وقتی که ابن آدم و انسان از دنیا میرود عملش قطع میشود مگر در 3 مورد: علمی رو که در واقع بعد از خودش به جا گذاشته، یعنی تا زمانی که این علم وجود داره مردم از آن استفاده میکنن، کتابی هست در واقع ثوابش به اون میت میرسد، و صدقه جاریه رو که انجام داده این ثوابش تا همیشه تا زمانی که این وجود داره ثوابش میرسد، و همچنین اولد صالح یدعو له، فرزند نیکوکاری رو که انسان داشته باشه که بعد از وفات پدر و مادر برایش دعا بکند، این بالاترین و مهمترین مورد هست که ثوابش در واقع میرسد. در این زمینه روایت دیگری هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم که حضرت انس رضی الله تعالی عنه نقل کرده. در اون روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم 7 مورد رو ذکر کردن: 7 یجری للعبد اجره بعد مماته و هو فی قبره. 7 مورد هستند که ثوابشون به مرده در زمانی که مرده و داخل قبر هست باز هم ثوابشون در واقع بهش میرسد. اولین مورد این هست که علمی رو که بعد از خودش به جا گذاشته، و مورد دوم نهری هست که اون رو در واقع ایجاد کرده، جوی آبی رو درست کرده، یا اینکه چاهی رو یک جای حفر کرده که مردم از اون استفاده بکنن، یا یک درخت میوه‌داری رو یا حتی درخت سایه‌داری رو یک جای کاشته که مردم از اون استفاده بکنن، از میوهش یا از سایه‌اش، یا اینکه مسجدی رو در واقع بنا کرده باشه مردم بعد از اون در اون نماز خونده باشن، یا اینکه قرآنی رو ورث مصحفا یا قرآنی رو در واقع به ارث گذاشته باشه، قرآنی رو خریده در یک مسجدی وقف کرده، به یک مدرسه‌ای داده که بعد از اون طلاب میخونن. این یکی از موارد هست. و مورد آخری باز همون چیزی هست که در حدیث اول اومده بود که اولد صالح یدعو له، فرزند نیکوکاری که بعد از مرگ انسان در واقع برایش دعا بکند. اینا مواردی هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق کردند و ثابت هست و هیچ گونه اختلافی در این زمینه وجود ندارد. اما در مورد اینکه ثواب قرآن میرسد یا نمیرسد، این یک مسئله مختلفی هست که آیا میرسد یا نمیرسد. هیچ کسی مطمئن نیست که میرسد یا اینکه نمیرسد، و انسان عاقل هم کاری رو که مطمئن نیست که میرسد یا نمیرسد، ثواب دارد یا ثواب ندارد، و در صورتی که خود رسول الله صحابه انجام ندادن، انسان نباید هم بر مبنای شرعی و به خاطر پیروی از سنت نباید چنین کاری رو انجام بده. انا خصوص که این کار رو به خاطر محبتی که نسبت به میت داشته و علاقه‌ای که اون داشته انجام میده، دیگه حداقل کاری بکنه که مطمئن باشه که ثوابش میرسه. حالا اومدیم یک کسی قرآن خوند و در قیامت وقتی که رفت دید هیچ ثوابی به میت نرسیده بود،
و جالب این است کسانی که این کار رو انجام میدند بنابر قول علمایی که میگن ثوابش نمیرسه، نه به خود خواننده ثواب میرسد نه به خود اون میت ثواب میرسد. یعنی میگن اصلا هیچ کاری بیهوده، هیچ کاری بیهوده ای هست. یعنی اون کسی رو مولایی رو که آوردن نشوندن که ختم بکنه به خاطر پولی که بهش میدن، به خاطر چی میخونه؟ به خاطر پول خودش. خیلی وقتا خاطر پوله. بله. و قطعا برای پول هست، اون برای پول خودش انجام میدهد و بالفرض به نیت ایصال ثواب هم که بخونه برای فرد دیگر، به نیت ایصال ثواب برای فرد دیگر بخونن. خب چون که اساسا این از سنت رسول الله در شریعت ثابت نیست، پس بنابراین ثوابش نمیرسه. به اون فرد میت ثواب نمیرسه، زیرا که دلیل شرعی ندارد، پشتوانه حدیثی قرآنی ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام نداده. برای خود اون کسی که خوانده هم ثواب نمیرسه، زیرا که اینو به خاطر ثواب خودش نخونده، اینو برای کسی دیگر خونده. وقتی به اون کس نرسد، نه به اون ثواب میرسد و نه به این کسی که خوانده. یعنی بر اساس نیت عمل میشود. وقتی که نیت برای فرد دیگری هست و اساسا این در شریعت اصلا جواز ندارد یا چون این موردی رو ما نداریم، به اونم ثواب نمیرسد، به این کسی هم که خونده ثواب نمیرسد، یک کار بیهوده انجام داده. چرا باید ما موردی رو که شرعی هست، رسول الله توصیه کردن، اینو باید ترک بکنیم، بریم یک موردی رو که هیچ دلیل شرعی ندارد و یک نوع بدعت در واقع هست؟ خود همین کاری رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردن اینو انجام بدیم، اضافه بر این که خود اون عمل رو ثوابش به مردگان میرسد، ثواب اتباع سنت هم ان شاء الله خواهد رسید. چه بهتر که ان شاء الله عزیزان به جای این کارا یک مصحفی بگیریم هدیه بدیم به مسجدی مدرسه‌ای، تا روزی که اون کاغذهای اون مصحف تلاوت میشه، ورق زده میشه، ثوابش میرسه، یقینا هیچ شک و شبهه‌ای هم درش نخواهد ماند و یک مصحفی هدیه بکنیم مسجد جای تبادل بشه. جزاکم الله خیر. مولانا بیننده بعدی فرمودن که برخی میگن وقتی که میت رو غسل میدن، این غسل دادن به خاطر اینه که شهید شده. همچین چیزی من برداشت کردم اصلا. نه، چون این چیزی وجود نداره. این به خاطر غسل میت یکی از غسل‌هایی هست که واجب هست. یعنی وقتی که انسان از دنیا میرود اون رو باید غسل بدهند و غسل واجبی هست و شهید نمیشه. اگر قرار باشه وقتی کسی میمیرد شهید بشود و به خاطر این غسلش میدن، خب تمام انسان ها شهید میشن. خب شهید هیچ گونه مزیتی رو دیگه نباید داشته باشن، زیرا همه وقتی که میرند یعنی که شهید شدن، پس بنابراین همه شهید شدن. مرگ شهادت هیچ گونه مزیتی رو در واقع نداشته باشه. نه، این به خاطر شهادت نیست، بلکه برعکس هست. اگر کسی واقعا در معرکه شهید شده باشه، یعنی شهید واقعی، اون اصلا غسلی رو نداره. برعکس اون کسی که شهید بشه، شهدای احد را رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی رو غسل ندادن، بر اون نماز جنازه هم در واقع نخوندند رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما اون کسی که میمیرد و باید اونو غسل بدن برخلاف شهید. پس این گمانه که کسی که میمیرد شهید میشود به خاطر این غسلش میدن، این حرف نادرستی. جزاکم الله خیر. بیننده دیگرمون فرمودن که وقتی که انسان رو همسایه دعوت میکنه برای به هر حال غذایی یا غذایی میاره و انسان میدونه که درآمد اون همسایه‌ای که هر حال دعوت کرد یا غذا آورده حرام هست، آن نانی که استفاده میکنه از همسایه آیا در روی صفای شخصیت این شخص تاثیرگذار نیست چون که حرام بوده منبع درآمدش؟ در این زمینه حرمت یعنی یک حرمت عینی نیست، یک حرمت عینی نیست. الان فرض کنید شما رفتید، حرمت عینی نیست به این معنی که یک فردی رفته یک جایی دعوت شده، یک فردی که فرض کنید تمام مالش حلاله، اما سر سفره شراب آورده، گوشت خوک آورده، گوشت مردار آورده، خب این حرام عینی هست. یعنی در هیچ صورتی شما اجازه ندارید که از این در واقع خورده باشید. ذاتش حرام، ذاتش حرام است. چی اینو با مال حلال بخرند یا با مال حرام از طریق حرام به دست اومده باشه، از هر طریقی به دست اومده باشه، این حرامه، خوردنش جایز نیست. مالی که از راه حرام به دست اومده حرمتش حرمت عینی نیست. یعنی ذاتش حرام نیست، اما سببی سبب دلیل شده که حرام شده. مسیری و راهی که اونو کسب کردن اینش در واقع حرام است. اون کسی که از این مسیر این پول رو دریافت کرده، اون کار اشتباهی رو انجام داده، گناهی رو در واقع مرتکب شده. اما معنیش این نیست که خود این مال به دست هر کسی برسد این در واقع حرام هست. اگر این گونه باشه، فرض کنیم یک فردی رباخوار هست، میلیون ها و میلیاردها مال رو گذاشته توی بانک و رباشو میگیره. خب همین پولی رو که یعنی وجه نقدی رو که به عنوان ربا دریافت کرده، خب این پخش میشه در جامعه. اگر قرار باشه که به دست هر کسی که این pul برسه، معنیش این باشه که حرامخوار هست، پس بنابراین همه رباخوار و حرامخوار در واقع میشن. چون این نیست. حکم این مسئله فقط برای اون کسی هست که از طریق حرام مالی رو کسب کرده. فرض کنیم که مالش از طریق ربا هست، یا اینکه یک تجارت حرامی رو انجام داده.
حکمش این است که این آقا کار حرامی رو انجام داده و این درآمدش درآمد حرامی هست، یعنی با توجه به راه و روش کسبی رو که داده. اما اگر این فرد این پول رو هدیه بدهد به یک فرد دیگر از یک طریق مشروع، طریق مشروع یعنی چی؟ راه حلال. یعنی یک فردی رو مثلا اگر کسی به شما هدیه بدهد، قبول کردن هدیه هیچ گونه اشکال شرعی نداره، جایز هست. یک کسی شما رو دعوت میکنه خونه خودش، خب یک راه حلال هست، یک راه تملک حلالی هست. اگر همون فردی که رباخوار هست و فرض کنیم که تجارتش حرام هست، یک پولی رو به عنوان صدقه میدهد، یک پولی رو به عنوان مال زکات خودش از این مال حرام خودش خارج کرده، اینو به یک فرد مسکین میدهد، آیا اون مسکین و فقیر میشود حرامخوار؟ نه، به هیچ صورت چنین نیست. برای اینکه انسان مطمئن باشه مثلا ولو اینکه مطمئن باشه که مالش حرام هست، ولو اینکه مطمئن باشه که مالش حرام هست، اون کسی که صدقه رو قبول کرده اون رو نمیشه گفت که ما این که در واقع حرام خوار هست. این یک مطلب دیگر این که ما باید حسن ظن داشته باشیم. یعنی مال مسلمان اصل بر این است که حلاله. مال مسلمان اصل بر این است که حلال است. ما از نظر شرعی مجبور نیستیم که بریم تحقیق و جستجو بکنیم ببینیم مال فلانی که ما رو دعوت کرده آیا درآمدش حلال هست یا درآمدش حرامه. اون مال رو از کجا کسب کرده اون به گردن خودش هست. راه حلالی بوده، خب کسب حلالی هست، ثوابش اون داره. اگر از راه حرامی کسب کرده هم گناه هست و گناهش برگردن اون هست. شما که مهمان خونه شدید و اون فقیری که صدقه‌اش رو قبول کرده هیچ گناهی بر اون در واقع نیست. دلیلش در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم معروف است که اهل مدینه، یهود مدینه رباخوار بودند. معامله به حرام میکردن، اصلا مسلمان نبودن، معاملاتشون معاملات حرامی بود. در قرآن الله متعال ذکر میکنه که واخذهم الربا وقنه عن، اینقدر معروف بود که قرآن ذکر کرد. بله، در قرآن هم اومده و یعنی بیشترین درآمدی رو هم که یهودیان مدینه داشتن به خاطر ربا بود. یعنی هم در معامله ربا میکردند و همین که در پولی رو که قرض میدادند ربا میگرفتند. اما با وجود این که مالشون حرام بود، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم با اونها معامله میکردند. حتی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن زرهشون در واقع گرو بود به خاطر مقداری جو که در واقع از یهودیشون گرفته بودن. حتی احیانا مهمانیشون هم میرفتن، مهمانیشون قبول میکردن. زنی رو که ایشون رو مسموم کردن، غذای یهودی بود دیگه، غذای یهودی بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوردن با اینکه یهود در واقع معامله به ربا میکردن. غیر از این مورد دیگری هست که به بریره رضی الله تعالی عنها زکات داده شد و زکات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم حرام هست. یعنی زکات بر رسول الله و بر اهل بیت رسول الله صدقه حرام هست، زیرا که در روایت اومده این چرک مال مردم هست و برای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست. حتی در روایت اومده که در یک روزی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه یک دانه خرمایی رو از مال در واقع صدقه بود روی زمین افتاده بود، اینو گرفتن بر روی که بخورند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن کخ این نگذاشتن که بخوره، حتی بچه کوچکی رو. اتفاق افتاد که به بریره که کنیز رسول الله صلی الله علیه و سلم و خادمیشان بودن، یک کسی صدقه رو داده بود، یک غذایی رو آورده بودن به عنوان صدقه داده بودن به بریره. رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن در خونه، گفتن که آیا غذایی هست یا نیست؟ گفتند که هیچ چیزی نیست، یک غذایی هست که آوردن برای بریره. گفتند که خب بیارید که بخورین. بریره گفت یا رسول الله این مال صدقه است، حرامه برای شما. گفت که برای شما صدقه هست، برای من هدیه هست. اگر کسی مستقیم به من به عنوان زکات بده برای من حرامه، اما به شما دادن به عنوان زکات، شما قبول کردید، از یک راه شرعی به شما رسیده، الان مالک شما هستید، بعد از یک راه شرعی دیگر به عنوان هدیه به فرد دیگر میرسد، هیچ گونه حرمتی رو نداره. پس بنابراین اولا در مورد درآمد افراد ما اجازه نداریم که بریم تحقیق بکنیم که مالش حلاله یا حرام هست. دوما اگر بالفرض این که هم حرام باشد، حرمتش برگردن خودش هست و شما هیچ گونه گناهی برگردن شما نیست و برای شما کاملا حلال هست، می توانید که از آن استفاده بکنید. جزاکم الله خیرا. برادر دیگرمون سوالشون این بود که در مذهب احناف و در فقه امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مبنای استدلال فقهی بر چه اصولی است؟ یعنی باز ذکر کردن موضوع قیاس رو و بقیه موارد، چه اصولی بیشتر مورد استدلال قرار گرفته در مذهب امام ابو در یعنی تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت به صورت کلی یک سری به اصطلاح اصول متفق علیه رو دارن که اولینشون قرآن کریم هست، کتاب الله هست. یعنی در هر موردی از موارد شرعی وقتی که یک مفتی یا یک امام ابو حنیفه یا هر امام دیگر میخواد یک حکمی رو بیان بکنن، نگاه میکنن به قرآن کریم.
اگر در یک جایی در قرآن کریم حکم فلان مسئله اومده باشه نیازی به چیزی دیگر نیست، تمام هست. میگن که حکم فلان مسئله این هست، به چه دلیل؟ به دلیل فلان آیه که الله متعال چنین و چنان فرمودن. این مصدر اول هست. یعنی بله. دلیل دوم یا منبع تشریع دوم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. بسیاری از احکام در قرآن به صورت مجمل اومده، تفصیلش رو رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن. بله، تعداد رکعات نماز و بسیار از موارد دیگر در مورد زکات و بقیه موارد هستند در سنت هست. در این هیچ گونه اختلافی وجود نداره. سومی اجماع صحابه هست، اجماع اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی یک موردی صراحتا در قرآن نیومده، صراحتا در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نیومده، اما اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اجماع نظر دارند که فلان مسئله حکمش این است. اینا برای ما ملزم هست و هیچ کسی نمیتونه که برخلاف این یک فتوایی رو صادر بکنه. الان اومدیم یک مسئله نه در قرآن اومده بود و نه در سنت اومده بود و نه در اجماع اومده بود، یعنی یک حکم صریحی رو ما نه در قرآن میبینیم، نه در سنت میبینیم و نه در اجماع صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم میبینیم. الان حکمش رو از کجا بگیریم؟ به طور مثال مواد مخدری که امروزه هستند، تریاک و حشیش و بقیه مواردی که امروزه هستند، قرص‌های روانگردانی که تو بازار نه در قرآن اومده و نه در سنت اومده و نه در زمان صحابه بوده که در این زمینه اجماعی وجود داشته باشه. خب الان راه کارش کجا هست؟ راه کارش و چارهش روی قیاس هست. قیاس یعنی چی؟ یعنی یک حکم شرعی را که در قرآن و سنت نیامده به صورت صریح و یک مسئله جدیدی هست، ما اینو قیاس میکنیم بر یک حکم دیگری که در قرآن یا در سنت اومده به خاطر یک نوع ارتباطی با هم دیگر دارند، بر اساس یک اصول و ضوابطی که برای ارتباط داره که این کار به اصطلاح علما و فقها هست که بر اساس اصول استنباط و اجتهاد در واقع این حکم رو چی میکنن. اینو حکمش رو برمیگردند از مثلا به طور مثال میتونه قیاس بکنن بر شراب، چون که شراب نشه کننده هست و مواد مخدر هم نشه کننده هست، پس بنابراین حکمشون هست. این موارد تمامشون یعنی مورد اتفاق هر چهار مذهب اهل سنت و الجماعت است. یعنی هر چهار مذهب اهل سنت و الجماعت اصل اولشون قرآن هست، بعدش سنت رسول الله و بعد از آن اجماع و بعد از آن قیاسی هست که در واقع انجام میدن و بعد از این در واقع یک موارد دیگری هست مانند مصالح مرسله و بقیه اصولی که در این زمینه وجود داره که موردی هستند که مورد بعضی قبول دارند، بعضی اونها رو قبول ندارن، اما قرآن و سنت و اجماع و قیاس همش موارد اتفاقی هستند. این چهار تا اصول فقه همین مذاهب، اصول فقه هر چهار مذهب از مذاهب اهل سنت و الجماعت اینا هستند. خب شاید یک بیننده سوال بکنه اگر که اینا اصول هستند، خب چرا در میان مذاهب اربعه اختلاف وجود داره؟ این سوال پیش میاد. یک مثلا مذهب حنفی یک چیز رو گفته، مذهب شافعی یک چیز دیگری رو گفته. اگر اصول یکی هستن چرا این در واقع در فتوا تغییر پیدا میکنه؟ خود این فتوا در یعنی متفاوت بودن فتوا و برداشت علما این مواردی هست که الله متعال استنباط رو گذاشته بر عهده بسیار از علما. این مسائلی رو که صریح در قرآن اومده و در حدیث اومده جایی برای اجتهاد وجود نداره. این اجتهاد در مقابل نص حرامه، اصلا جایز نیست که یک حکمی در قرآن اومده من بیام اجتهاد بکنم یک حکم خلاف قرآن رو صادر بکنم یا خلاف سنت رسول الله یا خلاف اجماع رو صادر بکنم، چون حقی رو هیچ کسی عالمی و مجتهدی چون این حقی رو در واقع ندارد. خود این اختلاف در زمان امام مالک رحمت الله علیه خلیفه وقت گفتن یک کتاب موطا رو کهشون نوشته بودن بر اساس فتوای فقهی در واقع یا روایتی بر اساس ابواب فقهی است، گفت که من مردم رو مجبور میکنم که بر این عمل بکنن، این کتاب شما رو نسخه برداری میکنم و به تمام شهرها میرسونم که همه مجبور هستن که از این فقه یعنی استدلال بکنن. حضرت امام مالک رحمت الله علیه فرمودند که نه، احادیثی هست که به دست مردم رسیده، بذار مردم به هر چیزی که در دستشون رسیده بر اون عمل بکنن. یعنی این که یک مجتهد یک حدیثی به اون نرسیده باشه، به طور مثال دو تا حدیث هست، یک حدیث ضعیفی به دست این مجتهد رسیده، فرض کنید امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک حدیث ضعیفی به دستشون رسیده، گفته که این حدیث چون که ضعیف هست پس بنابراین برای ما قابل عمل نیست، قابل استدلال نیست. اما همین حدیث از یک طریق دیگر برای امام شافعی از طریق صحیح رسیده بود، روایت صحیح است. امام شافعی بر اساس اون یک حکمی رو در واقع اینو بیان کرده. هر دوتاشون در واقع درسته، مصدرشون سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما یک امام میگه که این حدیث صحیحه یا از طریق صحیح به اون رسیده، پس بنابراین بنا بر حدیث صحیح عمل کرده، و یک امام دیگر میگه که نه، این حدیث از طریق صحیح به ما نرسیده، ثابت نیست. اونم از نظر شرعی یعنی معروف از در این زمینه که روایتی هست که هر وقت
وقتی که حاکم اجتهاد بکند اگر اجتهادش به حق باشه 2 تا ثواب داره، یعنی هم حق و زحمه اجتهادش و همین که در واقع حق رو دریافت کرده و حرفش یعنی مطابق با واقعیت هست. بالفرض اگر اشتباه کرده باشه در این استنباط باز هم در واقع یک اجر و ثوابی رو دارد. امام و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه کتاب بسیار جالبی رو در این زمینه دارند که رفع الملام عن ائمه الاعلام، رفع الملام عن ائمه الاعلام که به زبان فارسی هم ترجمه شده، یعنی در این زمینه اومده اختلاف فقها و اختلاف فتوایی رو که فقها دارن اینو بررسی کرده که چه عوامل و چه انگیزه هایی در این اختلاف بوده و گفته که همهشون معذور هستن، هیچ کسی از اینها ملامت نیست، زیرا هر کسی بر اساس فهم و اجتهاد خودش از قرآن و حدیث و روایت صحیحی که به این بزرگوار رسیده در واقع فتوا دادن و به اتفاق تمام علما اتباع هر کدام از 4 مذهب اهل سنت و الجماعت جایز و صحیح است. جزاک الله خیر. در همین باب بیننده بعدیمون سوالشون این بود که روایتی که انا گفته شده لو کان العلم بالثریا، اگر علم در آسمان ها باشه مردمی از سرزمین فارس اون رو به دست میارن، آیا خود این روایت رو اگر درباره خود روایت و صحت و سقمش صحبت بفرمایید و اینکه دوم آیا میتونه مراد این روایت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باشه؟ این روایت صحیح است، در صحیح مسلم اومده، حتی در صحیح بخاری هم این روایت اومده با الفاظ مختلفی اومده. تعبیر امام مسلم روایتی که در صحیح مسلم اومده این است که لو کان الایمان عند الثریا لتناوله رجال من فارس، اگر ایمان در ثریا باشه باز هم مردانی از اهل فارس در واقع به اون دسترسی پیدا میکنن، یعنی کسانی که فارسی زبان هستند میتونن که این علم رو در واقع به اونها خواهد رسید. در بعضی از روایت علم اومده، معرفت و ایمان اومده. به هر صورت این روایت صحیح هست و اصلی در صحیح بخاری و در صحیح مسلم هست با الفاظ متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. اما روایاتی که در این زمینه هست که یعنی در مورد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روایاتی هست در این زمینه، روایت صحیحی وجود نداره که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده بودن به طور مثال که ابو حنیفه سراج امتی، یعنی لفظ یعنی نام امام ابو حنیفه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده باشه، یا هر امام دیگری، امام مالک و شافعی، احمد بن حنبل، چون این چیزی وجود نداره و صحت نداره. اما به صورت کلی این روایت که لو کان الایمان عند الثریا لتناوله رجال من فارس، این روایت صحیح است و این مشمول کسانی تمام علمای فارسی زبانی که واقعا نقشی رو داشتند و عالم ربانی بودند، این مشمول این حدیث در واقع قرار میگیرند و یکی از اون علما قطعا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند که فارسی زبان بودند و اهل کابل هم. مال کابل بودن، بله ایشون مال کابل بودن و تمام علما و محدثین، بله امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی و امام ابو داود سجستانی رحمت الله علیه و بسیاری دیگر از علما، امام ابن حبان، امام طبری و بسیاری دیگر از علما که خیلی هستند که ابو حاتم رازی قطعا و شما محدثین قسمت خیلی زیادی در این، بله واقعا جز کسانی هستند که کل جهان اسلام در واقع مرهون خدمت ها و خدمات علمی این بزرگواران بودن و قطعا همهشون هم مشمول این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری فرمودن چرا بس در ماه مبارک رمضان با جماعت خوانده میشه و در غیر از رمضان این اتفاق نمیفته؟ آیا میشه در ماه رمضان هم مثلا کسی وتر رو با جماعت نخونه، بره خونه بعد از تهجد آخر شب بخونه، یا نه حتما باید با جماعت خونده بشه؟ نه هیچ لزومی نداره. در مورد نماز وتر یکی از نمازهای سنت هست و نماز سنت را به صورت کلی اصلش بر این است که به صورت انفرادی خونده بشود و به صورت جماعت خوندنش هم جایز هست. بالفرض اگر کسی خواست یک مرتبه اینو به صورت جماعت بخونه، نه اینکه به صورت یک عمل همیشگی باشه که اینو سنت بدونن بگونه که یعنی غیر قابل ترک باشه. اما احیانا اگر خواستن یه چند نفر یک جای بودن نماز جماعت بخونن هیچ گونه اشکال نداره، میتونن بلند بشن بدون اینکه وقت نماز فرض باشه 2 رکعت نماز نفل رو مثلا با جماعت بخونن، هیچ گونه اشکالی نداره. دلیلش هم حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم خونه مادر ایشون رفتن و در اونجا نماز خوندند و رسول الله امام شدند و حضرت انس و برادرشون یک صف بودند و مادرشون پشت سر ایشون ایستادند و نماز جماعت خوندند. یعنی نمازی بود که نماز فرض نبود. و نماز وتر در شب‌های رمضان هم حکمش همین هست
کسی با جماعت بخواند هم خوبه و جایزه و مشروع هست به خاطر دلیلی که عرض کردم. و اگر کسی به صورت فرادا و تنها خوند باز هم اشکال نداره. یکی دوست داره که در آخر شب نماز وتر رو بخونه، الان با نماز جماعت نمیخونه، هیچ گونه اشکالی نیست و اولاتر هست. به طور مثال در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که جعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر، وتر آخرین نمازی باشه که در شب میخونید. در روایتی که در صحیح مسلم هست که صلات اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح فلیوتر برکعت، آخرین نمازتون نماز وتر باشه. اگر کسی خواست که در شب‌های رمضان یعنی بعداً بلند بشه قبل نماز تهجد بخونه و وترش رو آخر بخونه و برای این حدیث عمل بکنه، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و جایز هست. جایز هست که اول شب بخونن، جایز هست که به صورت فرادا اول شب بخونه یا به صورت جماعت بعد از تراویح بخونه، هم جایز هست. به صورت تنهایی در آخر شب بخونه یا به صورت جماعت در آخر شب بخونه، تمام این موارد جایز هستن و هیچ گونه اشکالی نیست. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری فرمودن که دوستی داشتن که کارمند شرکت بیمه بوده و ایشون فوت کرده و بعد از وفاتشون الان شرکت به خاطر اینکه ایشون ظاهرا بیمه عمر کرده، شاید همچین تعبیری دارن شرکت‌های بیمه عمر، و الان شرکت در قبال بعد از فوت ایشون پولی رو به خانواده داره پرداخت میکنه، مبلغ 200 میلیون گفتن حدوداً، بیشتر از شاید باشه. حکم این پول چیه؟ آیا اینو میشه استفاده کرد؟ یعنی حلال هست؟ به صورت کلی یعنی بیمه جز مواردی هست که در آن به اصطلاح فقها غرر هست، یعنی احتمال ضرر و زیان زیادی وجود داره. یا شرکت بیمه ضرر میکنه در این زمینه، یا فردی که این پول رو داده به عنوان یک پول اضافی برای اینکه بیمه بشه، اینو در واقع ضرر میکنه. یعنی اون مقدار پولی رو که بیمه داده چه بسا کمتر از اون رو دریافت بکنه یا بیشتر از اون رو در واقع دریافت بکنه. به خاطر این جزء موارد ربا هست و از نظر شرعی درست نیست. بیمه عمر از نظر شرعی درست نیست، گرچه برخی از موارد بیمه‌ای هستند که انسان مجبور هست، به خاطر مجبوریت و ضرورت اون گفتند که جایز هست، مانند بیمه شخص ثالث به طور مثال که بدون بیمه اصلا مجوز نمیدند برای خودروهایی که در شهر تردد بکنن، یا بیمه خودرو حتی بعضی وقتا عرض میکنن چیزی که مجبور هست، یا حتی مثلا بیمه‌ای که در اختیار انسان نیست، یه فردی کارمند یک جا هست، بیمه از اون یعنی بدون رضایتش و الزاما باید بیمه بشه و صاحب کار باید حتما مثلا افراد بیمه بکنه. این مواردی که انسان مجبور هست و تحت فشار باید اینو انجام بده، اینا حکمشون جداگانه هست. اما بیمه عمر که به طور مثال اختیاری هست، این از نظر شرعی اصل بر این است که حرام هستن و جایز نیست. الان چه کار بکنیم؟ الان یک فردی خودش رو بیمه کرده، اگر بخواد که واقعا بر روی تقوا و بر معیارهای دینی عمل بکنه، حکمش این است همون مقدار پولی رو که از به بیمه داده، همون مقدار پول رو از بیمه تحویل بگیره، ولی اینکه بیمه درمانی باشه. اگر میخواد واقعا با صداقت عمل بکنه که هیچ گونه شک و شبهه‌ای در اعمالش نباشه، همون مقدار پولی رو که به طور مثال به عنوان بیمه عمر داده بوده یا بقیه بیمه ها، همون مقدار پول رو دریافت بکنه و باقی مانده رو از اون استفاده نکنه، باقی مانده را از آن استفاده نکنه و این پول را به عنوان یعنی دفع بکنه، به عنوان یعنی دفع مال حرام، نه به عنوان صدقه. زیرا که به عنوان صدقه در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله طیب و لا یقبل الا طیبا، الله متعال پاکیزه هست و غیر از پاک چیزی رو قبول نمیکنه. شما به عنوان صدقه و به عنوان اینکه منتی رو بر کسی داشته باشید، نباید اینو بدید به کسی دیگر. به عنوان دفع ضرر از خودتون، دفع مال حرام، اینو از خودتون باید دریافت بکنید. به یک جای تقسیم بکنید، یک در کار خیر میشه استفاده کرد. در کار خیر میشه استفاده کرد، میشه به یک کار خیری اونو بده، اما نیت این نیت خیر نباشه که من یک کار خیری رو انجام دادم، اینو به نیت زکات، به نیت صدقه نباید اینو بده، زیرا که اصل مال یک مال حرامی هست، مال ربایی هست. به این نیت بده که من چگونه خودم رو از این مال حرام و مال ربا یعنی خلاص بکنم، برای یک راه نجاتی برای خودش باشه. به این نیت اینو در واقع به دیگران بدهد، این اولاتر و بهتر است. و بالفرض اگر کسی بیمه عمر بوده و بعد از این که فلانی وفات کرده، الان به ورثه‌اش، شرکت اینو به ورثه‌اش داده، از نظر شرعی برای ورثه‌اش جایز هست که از این پول استفاده بکنن.
برای ورثه‌اش جایز هست که از این پول استفاده بکنن. این دقیقاً مورد همون مثالی هست که من قبلا عرض کردم که پول حرامی رو یکی کسب کرده باشه، اگر حرام هست و حرمتی رو داره، برای اون کسی هست که این کار رو انجام داده، یعنی گناهش مال اون کسی هست که این خودش رو بیمه کرده و الان فوت کرده و برای ورثه جایز هست که این کار رو از این پول استفاده بکنن. و برای این که در واقع یعنی یک نوع خدمتی رو کرده باشند، ایصال ثوابی رو کرده باشند، اینو در راه الله متعال صدقه بدن و دفعش بکنن این رو، یا بسیار یعنی صدقه بدن بنای میت خودشون، این اولاتر و بهتر هست که گویا مانند این باشه که اون فرد میت اینو در زمان حیات خودش دفع کرده باشه و از اون استفاده شخصی نکرده باشه، این اولاتر و بهتر است. اما اگر استفاده کردن برای وارثین هیچ گونه گناه و معصیتی شمرده نمیشه. پس میتونن بگیرن و استفاده بکنن. جزاکم الله خیر. و بیننده دیگری از تاجیکستان درباره اینکه وقتی که کسی فوت میکنه، همون لحظه که فوت کرده گوسفندی گاوی کشته میشه و سرتختی گفتن اگر اشتباه نکنم، با این تعبیر که پخشش میکنن این گوشت رو بین کسانی که اومدن سر میت. این جزء مراسم و بدعتایی هست که وجودی رو نداره در شریعت اسلامی. یعنی رسول الله و صحابه چون این کاری رو انجام ندادن، گرچه به صورت کلی و در عموم صدقه دادن برای میت جایز هست به صورت عمومی، چون که یک صدقه دادن خودش یک نوع عبادت هست و خود ایصال ثواب هم یک نوع عبادت هست و اصل در عبادات توقیف هست، یعنی این که صرفاً باید محل این عبادت و کیفیت این عبادت رو از زمانش رو از رسول الله صلی الله علیه وسلم تعیین بکنن. به صورت کلی تشویق کردند که برای صدقه دادن برای در واقع میت باشه، اما جایی رو که تعیین بکنیم یعنی این که ما در کیفیت این عبادت یا در زمان این عبادت دخل و تصرفی رو از خودمون انجام دادیم و این از نظر شرعی کردنش به این زمان و مکان مشکل داره. بله مشکل داره. ولی میتونن بعداً مثلا بدون تعیین وقت و بدون تعیین زمان و مکان روز مشخص نشه میتونه صدقه بدن، میتونن گاوی رو سر ببرن، شتوری رو سر ببرن، یک گوسفندی رو یا پول نقدی رو صدقه بدن به این نیت که ثوابش به مردشون در واقع برسه. اما به نیت این که چون که الان روز اولش هست یا روز سومش هست، 44 ماه و سالش هست، سالگردش هست، الان ما باید یک کاری رو انجام بدیم وگرنه مردم به ما طعنه میزنن، این در واقع ثوابی رو نداره. شما به خاطر ترس از طعنه مردم این کار رو انجام میدادید. اگر میخواهید که ثوابش خالصانه برای میت شما برسد بدون اینکه کسی خبر بشود که شما برای میت خودتون قربانی کردید و چیزی رو ذبح کردید، پولی رو چی کردید، بدون خبر اینو در واقع میتونید که صدقه بدید و ثوابش هم بیشتر هست و دورتر از ریا هست و هیچ گونه بدعتی رو هم زنده نکردید. جزاکم الله خیر. برادر عزیزون از آنمان با سوالشون این بود که اگر یک مسیحی به الله ایمان داشته باشه یا به تعبیر خودشون عیسوی و نگوید که عیسی علیه السلام پسر الله متعال است و اما به قرآن و رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان نداشته باشه، آیا این شخص کافر از دنیا میره و جاودانی در جهنم میمونه یا نه؟ در مورد ادیان گذشته ما معتقد هستیم که دین مسیحیت به صورت کلی و حضرت عیسی مسیح علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام دینشون یک دین آسمانی هست. خودشون پیامبران الهی بودند و ادیانی که آوردند دین آسمانی بوده و کتاب‌های تورات و انجیل که آوردند به اصطلاح کتاب‌های آسمانی بوده در اصل. منتها این کتاب‌ها تحریف شده هست، دین تحریف شده بودند. حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یهودیت و نصرانیتی که وجود داشت تحریف شده بود بر اون اصلی که در زمان خود انبیا بوده، در اون با اون کیفیت در واقع باقی نمانده بود. و مژده رسول الله صلی الله علیه و سلم در کتاب‌های گذشته من جمله تورات و انجیل در واقع اومده بوده و صراحتاً در قرآن کریم هم اینو از زبان حضرت عیسی علیه السلام آمده مبشرا به رسول یأتی من بعد اسمه احمد و که دستور داده شده که حتی به اون ایمان بیاورند، حتی در تورات و انجیل. و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتاً فرمودند که هر یهودی و مسیحی که بشنود از من، یعنی خبردار بشود که پیامبر آخر الزمان در واقع مبعوث شده، حتی یهود مدینه در واقع عرب ها رو طعنه می‌زدند که به زودی یک پیامبری از ما مبعوث می‌شود، اون که مسلمان بشود ما ایمان می‌آوریم به اون و با توسط اون پیامبر و در رکاب اون پیامبر ما شما رو خلق هم می‌کنیم.
یستفتحون علی الذین کفروا. اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شد دیدند که از اعراب هست، به اون ایمان در واقع نآورد. رسول الله فرمودند که هر یهودی و مسیحی که بشنود به بعثت من اطلاع به اون برسد و ایمان نآورد، اون در واقع کافر هست. اگرچه اصل دین یهودی و مسیحی دین آسمانی هست، دین الهی هست، اما ادیان منسوخ شده ای هستند که امروز تحریف شده که در اون زمان هم بودند و بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم منسوخ هستند و دینی که تورات و انجیل به اون مژده دادن دین اسلام هست و هر کسی که خلاف دین اسلام بکند، یعنی یهودی و نصرانی باشد، اون از نظر شرعی کافر هست و تبعات این هم در روز آخرت گیرش خواهد بود. پس یعنی بلو این که نگه که عیسی پسر الله تعالی است، ولی چون به رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن ایمان نداره پس کافر. با همون حکمش مثل بقیه است. بله، مثل بقیه جهنمی است. بیننده دیگری درباره این پرسیدن که اگر کسی بگه من در فقه پیرو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستم اما در عقیده پیرو ایشون نیستم، عقیده‌مو من از اشخاص دیگه میگیرم، مثل به هر حال عقیده‌ای که الان نسبت داده میشه به ابو منصور ماتوریدی و یا ابو الحسن اشعری. به جای یعنی اتباع و پیروی در فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و بیشترین شاهکاری رو که احناف یا شخص امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داشتن، گرچه تدوین فقه هم جز شاهکارهای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که از امام شافعی نقل شده که ایشون میگن که الناس فی الفقه عیال علی ابی حنیفه، همشون بله این در واقع افتخار رو ایشون داشتن. در باب عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برای بیان مفردات و در واقع موارد اعتقادی پیشتاز بودن از بقیه ائمه اربعه و از بسیاری دیگر از علما و در این زمینه ایشون کتاب تالیف کردند، کتاب فقه اکبری ایشون و رساله‌ای که به عثمان نوشتن، عثمان بطی، و همچنین رساله دیگری که به عنوان الفقه الابسط از ایشون مونده، کتاب‌های اعتقادی هستند و عموما عقیده اهل سنت، یعنی عقیده مجمع علیه اهل سنت و الجماعت رو ایشون در این کتاب در واقع ذکر کردن. گرچه در برخی از موارد به طور مثال در تعریف ایمان شاید مثلا اختلافی وجود داشته باشه، اما در اصل عقیده همون عقیده مشترک اهل سنت و الجماعت هست و عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که عقیده طحاوی هست، امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه اینو تدوین کردن و در ابتداش تصریح کردن این عقیده فقهای ملت هست، این امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد رحمت الله علیهم اجمعین، این اولاتر به اتباع و پیروی هست از بقیه کسانی که بعداً اومدن. یعنی من به جای این که بگم من اشعری هستم یا ماتوریدی هستم، اولاتر و بهتر و صحیحتر و دقیقترش این است که بگید من حنفی هستم. یعنی شما در عقیده حنفی باشید، این افتخارش بیشتر هست و شما مسلمان درستتر و راستری هستید از این که بگید که من یک ماتوریدی هستم. بحث‌هایی که به عنوان بحث‌های ماتوریدی بودند، ابو منصور ماتوریدی یا اشعری اینا رو مطرح کردند، یک بحث‌های دفاعی بوده در مقابل عقل گرایی و بحث‌های معتزله. یک دفاعی‌هایی از اصل عقیده بوده. اصل عقیده نیستند اینها. یک بحث‌های کلامی هستند که بعدها به وجود آمده در مقابل حجمی زیادی که از عقل گرایان، از فلسفه گرایان و عقل گرایان و معتزله در واقع به عقیده اسلامی وارد میشد. اصل عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و الجماعت عقیده‌ای هست که در کتاب امام ابو حنیفه اومده. بحث‌هایی رو که آقای ابو منصور ماتوریدی و دیگران کردن دفاعی‌هایی بود از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و بقیه علمایی که در این زمینه کتاب نوشتن. اصل عقیده، مبنای عقیده قرآن و سنت هست و این اساس هست، یعنی اعتقاد مقدم هست و در باب اعتقاد اساساً تقلید جایز نیست. شما نمیتونید بگید من مقلد فلان امام هستم، مقلد نیستیم. میتونیم بگیم من پیرو فلانی هستم، من عقیده بر عقیده فلانی هستم و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه همون گونه قبلا عرض کردن ید طولایی رو در این زمینه دارن و اتباع از عقیده ایشون اولاتر و بهتر، بلکه عقیده مجمع علیه تمام اهل سنت و جماعت هست و همون عقیده ماتوریدیه، عقیده طحاوی امام طحاوی رحمت الله علیه بهترین متن در باب عقیده مشترک اهل سنت و جماعت هستند و بحث‌های ماتوریدی و اشعری یک بحث‌های دفاعی هستند و منحصر به همان زمان بوده، کاربردش مال زمان خودشون بوده، امروزه به عنوان عقیده اهل سنت و الجماعت مطرح
نیستند، صرفا دفاعی هایی از عقیده اهل سنت و الجماعت بوده که چه بسا امروز تاریخشون هم گذشته. حتی بسیار از علما هم نمیدونن تفاوت اشعری با ماتوریدی چه است، تفاوت عقیده ماتوریدی با عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در واقع چه است. تفاوت های بسیار عمیقی هست که قابل جمع در واقع نیست. یعنی به هیچ عنوان عقیده ماتوریدی با عقیده امام ابو حنیفه قابل جمع نیست و حتی عقیده اشعری و ماتوریدی هم بالغ بر 50 مورد با هم دیگر تفاوت دارند که بسیار از این تفاوت‌ها قابل جمع نیست. یعنی امکان نداره که یک فردی بگه من در عقیده هم پیرو امام ابو حنیفه هستم و هم پیرو ابو منصور ماتوریدی هستم. عقیده بهتر و برتر و صحیح‌تر عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و بهترین کتاب در این زمینه عقیده طحاوی هست که امام طحاوی رحمت الله علیه یکی از ائمه احناف بودند. جزاکم الله خیر. آخرین سوال رو هم آخرین بیننده‌مون فرمودن که گرچه وقتمون هم ظاهرا به پایان رسید، اما اگر 2-3 دقیقه فقط اجازه بدید عزیزان که فقط سوال آخر مطرح بکنیم. گرچه مقداری سوال از موضوع خارج بود، فرمودن که مولانا موسی کرمپور که در هرات به شهادت رسیدن و در مشهد بودن، علمای اهل سنت و الجماعت بودن، امام جامع و جماعت مسجد شیخ فیض در مشهد بودند که متاسفانه توسط حکومت ایران این مسجد تخریب شد و خودشون در واقع بازداشت شدند و نهایتاً تونستند که از ایران خارج بشوند و باز هم به دست عوامل ایران اون کسانی که مسجد رو تخریب کرده بودند امام این مسجد رو هم به شهادت رسوندند. درباره تعبیر مجدد که بعضی جاها برای برخی از افراد استفاده میشه، بله مجدد یعنی به معنی تجدید کننده، یعنی یک چیزی احیا کننده. یک موردی رو فرض کنیم یک حکمی بوده که در یک زمانی و به مرور زمان یک سری بدعت‌های اضافه شده، یک سری خرافاتی اضافه شده و یک عالمی میاد و این خرافات و بدعت‌ها رو در واقع از بین میبرد و مبارزه میکنند با بدعت و خرافات. این اصطلاح مجدد برای چنین افراد در واقع اطلاق میشود و در این زمینه روایتی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در سنن ابو داود هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من یجدد لها امر دینها، که الله متعال در هر 100 سال یک فردی رو مبعوث میکند و برمیگزیند که اون امت اسلامی رو احیا میکند، یعنی توحید رو احیا میکند، با بدعات و خرافات در واقع مبارزه میکند و کسانی که در این زمینه در واقع جهاد کرده باشند، احیاگر سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند و بدعت ها رو از بین برده باشند، به چنین کسان گفته میشود که مجدد هستند. مانند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه، امام عز ابن عبدالسلام و بسیاری دیگر از علمایی که در شبه قاره هند یا در بلوچستان افغانستان در واقع سنت رو زنده کردند و بدعات و خرافات رو از میدان خارج کردند. پس تعبیر عام است که میتونه مصادیق زیادی داشته باشه. بله مصادیق بسیار زیادی رو داره. احتمال داره که در یک زمان هم چندین مجدد، صدها و هزاران مجدد در طول تاریخ اسلام در واقع داشته. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم ازتون مولانا که وقتتون در اختیار ما بینندگان گذاشتید. صحبت آخرتون با بینندگان بشنوید. سلامتی. امیدوار هستم که الله متعال همه ما را آنگونه که الله مورد رضایت الله متعال هست به ما توفیق بدهد که در آن مسیر و در آن راه ان شاء الله حرکت بکنیم و در دنیا و آخرت سرفراز و سربلند باشیم. آمین. تشکر از شما و همچنین از شما بینندگان عزیز و با عرض پوزش از اینکه بسیار از سوال‌های شما به هر حال حجم سوال بسیار زیاد هست و هر چقدر ما برنامه بگذاریم باز هم باقی میمونه برخی از سوال‌ها. باز هم ان شاء الله در برنامه‌های پیش رو منتظر باشید. عزیزانی که از طریق SMS و ایمیل پیام‌هاشون به ما رسیده و سوالاتشون حتما در برنامه پیش رو مطرح خواهد شد و میتونید در طول هفته پیش رو عزیزانی که سوالی دارن از طریق پیامگیر صوتی شبکه جان نثار آقا، از طریق پیامک و از طریق ایمیل فتوا با ما سوال‌های خودتون رو در میان بگذارید. در پایان از همه شما عزیزان تشکر می‌کنم. تشکر خاص از جاوید جان و فرید و منیر احمد جان و عزیزانی که پشت صحنه تلاش میکنن تا این ارتباط بین ما و شما برقرار بشه. در پایان از الله متعال برای گذشتگانمون بخشش، مغفرت و رحمت و برای خودمون توفیق استقامت تا آخرین لحظه حیات بر مسیر توحید و خواهانیم و همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. الحيرة من أمري هنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري
لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر